چپ ملی، نویسنده علی عبدالرضایی، پخش فایل صوتی، کتابخانه اینترنتی آقای بوف. آقایبوف.com. صفحه 38. مارکتینگ مذهبی. یکی از بحث‌های بسیار مهم ایران آنارشیسم مارکتینگ مذهبی است که هرگز درباره آن صحبتی نکردم. ما تریبون پرمخاطبی نداریم، به همین دلیل به محض اینکه بحث تازه‌ای را مطرح می‌کنم، عده‌ای بحثم را انتقال می‌دهند و ناگهان می‌بینم که بحث من از زبان‌های دیگر سر درآورده و به نام افراد دیگری سند خورده است. درباره جزئیات این موضوع توضیحی نمی‌دهم، اما به ترکیب مارکتینگ مذهبی توجه کنید. مسلمانان در علم کلام مذهب را طریقه خاص در فهم مسائل اعتقادی معرفی می‌کنند که با توجه به این تعریف مذهب را می‌توان یک ایدئولوژی دانست. مذهب یک راه خاص است که تأکید بر یک راه بودن خود دارد و از روش‌ها حرف نمی‌زند، درست مانند یک ایدئولوژی. در واقع مذهب همان ایدئولوژی است، اما بحث استراتژی چیست؟ منظور استراتژی در بازاریابی و مارکتینگ است. بسیاری از افراد مارکتینگ را با بازاریابی اشتباه می‌گیرند. بازاریابی به دنبال شناخت نیازها و تمایلات مشتریان است، یعنی به این می‌پردازد که مشتری به چه چیزهایی علاقه و نیاز دارد و آن نیاز از لحاظ مکانی و زمانی در کجا بیشتر است، از چه ارزشیابی برخوردار است، چگونه باید بازار، مقدار و حجم بازار را اندازه‌گیری کرد، کدام بازار از پتانسیل بهتری برخوردار است و سیستم و صنعتی که آن کالا را تولید می‌کند تا چه اندازه گنجایش و توانایی دارد. این موارد مختص بازاریابی است، اما مارکتینگ پروسه ارسال کالا از محل تولید به دست مشتری نهایی است. این موارد می‌تواند مربوط به خدمات و بحث‌های مصرفی و نوع فروش باشد. اگر بخواهیم ابزار مارکتینگ را در نظر بگیریم، مارکتینگ شامل موارد مختلفی چون تحقیقات درباره بازار که بازاریابی جزئی از آن است، توسعه محصول، اینکه اگر تقاضا بالا بود چگونه محصول را گسترش دهیم، و تبلیغات، یعنی چگونه محصول را تبلیغ کنیم، و برندینگ محصول که امروزه برند بسیار اهمیت دارد. در واقع اینجا کالا خود مذهب است و منظور از برند تشیع، مسیحیت، سنت و از این قبیل است. مسیحیت مذهبی بزرگ است و به مذهب‌های کوچکتری تقسیم می شود. اما رسانه چه نقشی دارد؟ از چه رسانه‌هایی باید مذهب را تبلیغ کنیم و روابط عمومی باید چگونه باشد؟ مسئله فروش، ارتباطات، روابط عمومی، نوع خدمات پس از فروش، تحلیل بازار و از این دست بخش‌های دیگری از مارکتینگ هستند. زمانی که مارکتینگ در کنار مذهب قرار می‌گیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در جوامع سرمایه‌داری مذهب تنها چیزی است که از مارکتینگ برخوردار نیست. به عنوان مثال، شما صاحب کارخانه‌ای هستید و به کارگرها مزد می‌دهید. کارگر به دلیل شرایط اقتصادی خود موظف است که در محل کار حاضر باشد. او سر کار می‌آید و وظیفه خود را انجام می‌دهد. اما متوجه می‌شوید که راندمان کار پایین است. مثلا در یکی از بخش‌های کارخانه 20 نفر از کارگران کاری را انجام می‌دهند و راندمان بالایی دارند. اما در بخشی مشابه بخش اول 50 نفر از کارگران همان کار را انجام می‌دهند و راندمان و خروجی گروه اول را دارند و به همان تعداد محصول تولید می‌کنند. خب دلیل آن چیست؟ دلیل تغذیه شرایط است، یعنی مجموعه تکنیک‌هایی که جهت بالا بردن راندمان به کار می‌برید. نوع فرهنگ و آموزشی که در آن بخش‌ها اعمال می‌کنید و مذهبی که کارگران از آن برخوردارند. در چنین شرایطی مذهب نقش کلیدی به عهده دارد، چون مذهب اظهار می‌کند که اگر کارگر در محل کار خود کار نکند و وقت را هدر بدهد، دستمزد او حرام خواهد بود. در نتیجه پولی که برای خانواده خود می‌برد حرام است. تمام مذاهب مسائلی به نام درستکاری و از این دست دارند. در واقع مذهب، قانون و پلیس در خدمت کار، کارخانه، استعمار و سرمایه‌داری هستند و از مفاهیمی مانند درستکاری و صداقت به نفع کارفرما بهره میبرند. چرا دزدی برای فرد گرسنه و نیازمند جرم محسوب می شود؟
چرا باید فردی بسیار ثروتمند باشد و دیگری نه؟ چون قانون همین را می‌خواهد. عده‌ای باید همواره سرمایه‌دار باشند، وگرنه دیگر کسی به دنبال ثروت و یا تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌رود. اگر سرمایه‌دار بخواهد حق کارگر را به درستی ادا کند، دیگر سرمایه‌ای در کار نخواهد بود. تمام این موارد را مذهب و اخلاق مذهبی کنترل می‌کند. مفاهیم اخلاقی مذهبی ظاهراً پسندیده هستند، ولی بیشتر به نفع نظام سرمایه‌داری عمل می‌کنند، چون قدرت در اختیار نظام سرمایه‌داری است و از چنین حربه‌هایی به درستی بهره می‌برد. در نظام‌های سرمایه‌داری معمولاً برای هر چیزی به جز مذهب مارکتینگ وجود دارد. برای مثال کارگران چینی کمونیستند و کارگران آمریکایی هم مسیحی. چنین چیزی به نحوی رسمیت دارد و این رسمیت برای همسانسازی است. به عبارتی همه کارگران از مذهبی مشترک برخوردارند و کارفرماها روی آن مذهب مشترک تمرکز می‌کنند و از این طریق کارگر را مطیع خود می‌سازند تا علیه قوانین ضد کارگری شورش نکنند و آن انقلاب بزرگ یا همان انقلاب مورد نظر مارکس رخ ندهد. در ایران نیز کارگران معمولاً یا شیعه هستند و یا اهل سنت. آنها از نظر اصول اخلاقی تفاوت چندانی با هم ندارند، چون پیامبر کتاب آسمانی اصول دین و اصول اخلاقی و تعالیمشان مشترک است. در ایران پیروان سایر مذاهب مانند مسیحی، یهودی، زرتشتی و غیره در اقلیت مطلق قرار دارند و قدرت حاکم هرگز اجازه آموزش را به آنان نمی‌دهد. اما با هدف بهره کشی از آنها چنین گارد و تعصباتی را دارد. تمام این فشارها در کشوری اعمال می شود که خود کشور ادیان است و خاستگاه تاریخی بسیاری از مذاهب و ایدئولوژی ها بوده است. به عنوان مثال دین یزدانگرایی در ایران به 4 مذهب مختلف تقسیم می شود: یارسان، علویگری، ایزدیان و زروانیسم. خود زروانیسم یا زروان باوری یا زروانگرایی به معنای دین زمان اندیش یا دین زمان خدایی است که فقط یکی از زیر مجموعه های یزدانگرایی است. بسیاری از کردهایی که در حوالی مرز ایران و عراق توسط داعش کشته شدند ایزدی مذهب بودند. دلیل کشتن آنها چه بود؟ چون تمام آنها یزدانگرا بودند و در واقع گرایش به شاخه‌ای از یزدانگرایی داشتند. مذهب بسیاری از کردهای ایرانی نیز یارسان است. یارسانی ها یا همان اهل حق خدمت تاریخی دیرینه‌ای دارند و بود و باش آنها به دوران پیش از اسلام باز می‌گردد و متاسفانه تحت تأثیر قوانین اسلام در بسیاری از عقاید خود عقب نشینی کردند، در حالی که ما به وجود این فرهنگ اصیل نیازمندیم. هر مذهبی در یک کشور بخشی از فرهنگ آن کشور را شامل می‌شود. یکی دیگر از شاخه‌های یزدانگرایی مزدکیه است که هیچ ارتباطی با یارسان ندارد. در ثنویت و مانویگری و دوالیسم نیز با چنین مسائلی روبرو هستیم. مانی یکی از ادیان ایرانی است که در گذشته تمام دنیا را فرا گرفته بود، اما خود ایرانی‌ها از آن بی‌خبرند. کدام دانش آموز و دانشجوی ایرانی از آیین مزدکیه اطلاع دارد و یا مانویگری و مندایی را می‌شناسد؟ مندایی گونه دیگر از دوالیسم یا خیر و شر است که شبیه روش‌های اندیشگان آگنوستیکی رومی است. البته آنها عقب مانده‌تر از مندایی ها هستند. در شیوه آنان عالم عین عالم ظلمت است و سوبژکتیویته عالم نورانی است و همه چیز باید پودر و نابود شود تا به عالم نورانی برسند. عالم نورانی به نحوی به حجتیه نزدیکی دارد. مندایی ها بحث های جالبی می کنند و خیر و شر آنها به 2 صورت ذهنی و عینی در جهان وجود دارد. هر دوی آنها عین و ذهن و عالم امکان و عالم غیب دارند. بهایت یکی دیگر از مذاهب ایرانی است که به طور کامل قدغن است. چرا قدغن است؟ چون محمد خود را آخرین پیامبر نامیده و طبق این دیدگاه اسلام بقیه مذاهب را گردن میزند. مزدیسنا و بابیه هم از دیگر مذاهب ایرانی اند و در این میان مذهبی که از تمام مذاهب قدیمی‌تر و اساسی‌تر است و بر تمام مذاهب و ایدئولوژی‌ها تأثیر گذاشته میترائیسم است. تمام اینها مارکت بسیار بزرگی از ادیان ایرانی اند.
شما ایرانی هستید ولی هیچ کدام از این مذاهب در مارکتینگ مذهبی ایران جایی ندارد. علاوه بر اینها در جهان مذاهب بسیاری چون کنفوسیوسیسم، تائو، سیکها، یوگا یا تانترا قابل بررسی و تعمق‌اند. تانترا در نوع خود شاهکاری بی همتاست که یکی از شاخه‌های یوگا محسوب می شود. تمام این مذاهب و مکتب‌ها به فرهنگ ایرانی بسیار نزدیکند. وقتی از زبان هندو اروپایی میگوییم به این معناست که ما و هندی‌ها بسیار به هم نزدیک هستیم. مانند میترا که نام دیگر مهر است و نام یکی از خدایان هندی‌ها. اسلام و هندویسم نیز شاخه‌های مختلفی دارند. در هندویسم شاخه‌هایی چون شاویسم، شاکتیسم و تانترا را می‌بینیم. تانترا نیز زیر شاخه‌ای دارد که با دیگر شاخه‌ها بسیار متفاوت است. شاخه‌های مختلف مذاهب اسلامی مدام خود را نو کردند و امروز درباره آنها اطلاعاتی نداریم. مذهب شیعه و جعفری شاخه‌ها و قرائت‌های مختلفی دارند، اما هیچ کدام از آنها در مارکتینگ مذهبی جایی ندارند. به عنوان مثال در مذهب شیعه مستعلیه و نزاریه وجود دارند که از شاخه اسماعیلیان هستند. یعنی اسماعیلیه به دو دسته نزاریه و مستعلیه تقسیم می شود. شیعه جعفری امام صادق به زیر مجموعه هایی چون شیخیه، اصولی، بکتاشیه و شیعه 12 امامی تقسیم شده است. اما در ایران فقط شیعه 12 امامی به رسمیت شناخته می شود. از کجا معلوم که تنها فرقه راستین شیعه امروزین باشد؟ در این بخش هم مارکتینگ مذهبی وجود ندارد. حتی در خوارج که در مذهب شیعه منفور به شمار می آیند، فرقه های مختلفی مانند حروریه، صوفری، عراقی و عباضیه به وجود آمده است. اما این فرقه ها در مارکتینگ مذهبی اهل سنت نیز حضور ندارند. بسیاری از عراقی ها از خوارج هستند. البته تمام مذاهبی که نام بردیم مذاهب قدیمی اند و همین انشعابات را در باورها و نهله های جدید هم مشاهده می کنیم. مانند تقسیمات متعددی که در کمونیسم و سوسیالیسم و یا آنارشیسم به وجود آمده است. همه این انشعابات باید در مارکتینگ لحاظ شوند چون باور و اعتقاد هستند. حال باید دید مارکتینگ مذهبی چه کمکی میتواند بکند. آتئیست و چپ قدیمی با مذهب می جنگند. ما ضد ایدئولوژی هستیم، در نتیجه ضد مذهبیم. در واقع ما زندگی محوریم. ریشه های این آنارشیسم ایرایی و میترائیستی است و همچنین بنیانهای اصیلی چون مزدکی و مانوی دارد. مانی به مثابه اولین روشنفکر تاریخ. آمیزه های لیلیسی و زن محور ایران آنارشیسم با تحریف ها روبروست، نه تعریف ها. تو پرانتز در مذاهب از لیلیس به عنوان شیطان یاد می شود. پس آمیزه های لیلیسی و زن محور ایران آنارشیسم با تحریف ها روبروست، نه تعریف ها. ایران آنارشیسم گاردی علیه تحاریف است. ما پرسشگرا و طراحان پرسش هستیم و آنها را فقط با پرسش زمینگیر خواهیم کرد. دیگران در مواجهه با پرسش با پاسخی غایی می آیند، در حالی که پاسخ غایی وجود ندارد و ما با تکنیک های خاص خود اجازه طرح پاسخ غایی را به طرف مقابل نمی دهیم. این روش برگرفته از حکمت ایرانی است که یونانی ها نام آن را سوفسطایی یا همون سفسطه باز گذاشتند. ولی این روش سفسطه نیست، بلکه شیوه‌ای از فلسفه است. مارکتینگ مذهبی از این زاویه چه کمکی به ما می‌کند؟ آتئیست‌ها و چپ‌های مدرن و پست مدرن با مذهب مبارزه می‌کنند، ولی ایران آنارشیسم با مذهب مبارزه نمی‌کند. ما معتقدیم که در جامعه آزاد هر فردی حق دارد که بازی دلخواه خود را انجام دهد. ما مارکتینگ مذهبی را ایجاد و بین مذاهب رقابت ایجاد می‌کنیم و این مارکتینگ مذاهب را از قدرت اهریمنی و محور خرافیشان خارج می‌کند. وقتی بین مذاهب رقابت به وجود بیاید، مذاهب مجبور می‌شوند که خود را تازه کنند. مذاهب ابراهیمی مملو از گرد و غبارند و به شدت نیازمند پرتکانی یا نو شدن هستند. در رقابت بین مذاهب است که خرافه از بین می‌رود و مذاهب خود را نو می‌کنند. ما نمی‌خواهیم هیچ ایدئولوژی از بین برود. تمام ایدئولوژی‌ها باید باشند چون دستاوردهای انسانی هستند.
اما برخی از مذاهب به دلیل وجود خرافات و عقب ماندگی تاریخی در برابر زندگی می‌ایستند. ما مخالفتی با اسلام نداریم. اسلام هم مانند مسیحیت و یهودیت و سایر ادیان سامی وجودش لازم است، ولی باید در رقابت بین مذاهب شرکت کند. معمولا اسلام موافق به حضور در این رقابت نیست و خود را دین آخر می‌داند و معتقد است که باید تمام مخالفان خود را گردن بزند و همین تفکر است که به اسلام چهره‌ای وحشتناک می‌دهد. وقتی که آیین مسیحیت به پروتستانیسم تن داد، اتفاق خوبی افتاد، چون خود را تازه و انسانی کرد. اما کلیسای کاتولیک در برابر نو شدن همیشه مقاومت می‌کند. البته مذهب کاتولیک نیز فرقه‌های متعددی دارد که برخی از آنها بسیار مدرنند. در مذهب کاتولیک هم کلیسای ارتدوکس شرقی و کلیسای آشوری شرقی را مشاهده می‌کنیم. هر کدام از شاخه‌های مسیحیت زیر مجموعه‌های بسیاری دارند که مارکتینگ مذهبی را وسیع‌تر می‌کنند. در عرفان که به حوزه متافیزیک و خدا مربوط می‌شود، با شاخه‌های زیادی روبرو هستیم که به مارکتینگ مذهبی رونق می‌بخشند. مانند کاتاریزم، جنبش تندراکیان، بوغومیلیه، پولیسیان‌ها که عرفانی متعلق به قرون وسطی هستند و در همین شاخه یعنی عرفان قرون وسطایی، منداییان نیز عرفانی هستند که پس از مسیحیت به وجود آمدند. بخشی از عرفان ایرانی مانند منداییان و مانویزم و یا دوالیسم ایرانی می توانند در بخشی از عرفان قرون وسطایی نیز باشند. صوفیسم نیز زیر مجموعه هایی چون بکتاشیه، چشتیه، جلال الدین محمد بلخی یعنی همون مولوی و نقشبندیه قرار دارد که نقشبندیه به دو دسته جهریه و خفیه تقسیم می شوند. اساس نقشبندیه نوعی بازی و یا پذیرش رول است، یعنی یک پیر وجود دارد که نصیحت نمی کند و طراح بازی است و شما را در بازی قرار می دهد که هیچ گونه اطلاعاتی درباره آن ندارید. آن نتیجه‌ای که پس از بازی به دست می آورید برای شما درس اخلاقی خواهد شد. به عبارت دیگر این بازی اکتی تراژیک است. معمولاً مذاهب ایرانی بر بستر تکرار بنا شده‌اند و کمیک و یا کمدیک هستند. اما در نقشبندیه نوعی تجربه عبرت آموز را مشاهده می کنید. عمل می کنید، زمین می خورید و بعد عبرت می گیرید. به همین دلیل است که به نقشبندیه علاقه بسیاری دارم، چه به شاخه جهریه و چه خفیه. از سوی دیگر ملامتیه وجود دارد که بر اساس خودمسئولی بنا شده، یعنی مسئول تمام زندگی شما و اتفاقات آن، فقر، بیماری، فلاکت و غیره خودتان هستید. یکی دیگر از شاخه‌های صوفیگری سلسله نعمت اللهی است که شاخه‌های مانند طریقه و قادریه دارد. از آنها جالبتر سهروردیه است که مبحث معروف عقل سرخ مربوط به این شاخه از صوفیگری است. مذهب اهل سنت یعنی سنیگری نیز به شاخه‌هایی چون حنفی، حنبلی، مالکی یا ملکی و شافعی تقسیم می شود. شاخه حنفی نیز زیر شاخه‌های مانند بریلوی، دیوبندی، گیدیمو، یحیانی دارد که در دیگر گروه‌های اسلامی عده‌ای اهل حدیث یعنی سلفی هستند و بر اساس حدیث خود را ارائه می‌دهند. عده‌ای اهل قرآن هستند، عده دیگری احمدیه که به دو زیر شاخه جنبش احمدیه و جنبش احمدیه لاهور تقسیم می‌شوند. این جنبش‌ها در پاکستان و هندوستان هستند. در کل هر کدام از مذاهب شاخه‌های مختلفی دارند. ما باید زیرساخت‌ها و ادیان ایرانی را خوب بشناسیم. برای مثال زرواریسم در نوع خود شاهکار است و دو اصطلاح معروف ازل و ابد برآمده از همین مذهب هستند. از ازل به چه معناست؟ در زبان فارسی واژه‌ای به نام ازل نداشته ایم. از آنجا که دال و زال، ز و سین، ب و پ و یا ر و لام در بسیاری از مواقع به یکدیگر تبدیل می شوند، واژه ازل در ابتدا اثر بوده است. سر به معنای آغاز و کله سر است و که در ابتدای هر کلمه‌ای می آید واژه را منفی می کند. در نتیجه اثر به معنای بدون سر و یا بدون آغاز است. در زبان فارسی واژه‌ای به نام ابد وجود ندارد.
و این واژه بیریشه است. در واقع این واژه در ابتدا اپد بوده است. واژه را منفی می کند و پد به معنای پاست یعنی پایان. در نتیجه اپد یعنی بدون پایان. در پروسه زمان پ به ب تبدیل شده. واژه‌های ازلی و اپدی که امروزه از آنها بسیار استفاده می شود هیچ ربطی به اسلام ندارند و این نوع نگاه ریشه در زروانیسم دارد. طراح و نظریه پرداز بخش بزرگی از اسلام فارسی کازرونی معروف به سلمان فارسی بود. نام او سلمان نبود و آن را عوض کردند. این نام بر وزن فعلان و به معنای تسلیم شده است. برخی فقط استراتژی خندق را برای او می‌دانند، اما به نظر من پایه‌گذار بسیاری از طرح‌های اسلام سلمان بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم مانند میترائیسم بر خداوند بخشنده و مهربان تاکید دارد و از نظر من بنیانگذار آن سلمان فارسی است نه محمد. محال است محمد چنین کاری را انجام داده باشد، چون زیرساخت ذهنی او سامی و بیشتر تحت تأثیر یهودیان و مسیحیان بوده و بعید می‌دانم که او به سمت زرتشت و خدای نیک و نیکندیش و راستگفتار رفته باشد. زیرا تمام سوره‌های قرآن تحت تأثیر از خدای یهودیان یعنی ال در تورات است. ال به بندگان خود میگوید من مادر و پدر و برادر و خواهر و دوست شما نیستم. اگر خطا کنید شما را به شدت مجازات خواهم کرد. بخشی از این خشم را خدای اسلام نیز دارد. ولی خدای مهرمان در دین مهرمانی که دین اعظم ایرانیان یعنی دین آینده است خدای مهربانی است. در واقع این دین نیست، راه و رسم و پیامبر ندارد، بلکه بود و باش است. خدای مهرمان میگوید من مهربانم، من مهر دارم تا تو به هر کاری که تمایل داری آن را انجام دهی. با ویزای من تو به این دنیا آمده ای. خالق تو من هستم. تو به این دنیا آمده ای که گناه کنی. پرهیزکاری از دید خدای مهرمان گناه است. تو اگر پرهیز کنی یعنی تجربه نمی کنی. مهرمان میگوید من هستم که تو تجربه و گناه کنی تا تو را ببخشایم، چون من مهر و مهربانی دارم و شغل من مهر ریزی است. اگر تو گناه و اشتباه نکنی و هر کاری را که میخواهی انجام ندهی من بیکار خواهم شد و وجود من معنایی نخواهد داشت. خواهش میکنم مرا نکش و همه کار بکن. تو مجاز هستی و ویزا داری. این تنها شانس توست، اما تا جای آزاد هستی که مزاحم آزادی دیگران نشوی. تمام مذاهب ابراهیمی مزخرف میگویند، چون مدام گناه سازی میکنند در مواجهه با مهرمانی قطعا تمام مارکتینگ ها خواهند باخت. چون اصل زندگی بر پایه مهرمانی است. حق دیگران را نخور و راه آنان را نبند و آزارشان نده. جز این هر کاری میخواهی انجام بده. حتی اگر به خودت هم ضرر بزنی خداوند تو را میبخشد و به تو کمک میکند. خدای مهرمان پشتیبان انسان است. او قاضی انسان نیست که مدام تهدید به مرگ و مجازات کند. با ایجاد رقابت در مارکتینگ مذهبی مذاهب هم باید رقابت کنند تا پیروان بیشتری داشته باشند. در میدان رقابت مذاهب خرافی مدام ناگزیر و عقب نشینی خواهند شد و در نهایت به خدای مهرمان شباهت پیدا خواهند کرد. آن وقت خود زندگی به بهشت مبدل می شود. دیگر نیازی نیست کسی مرگ را تبلیغ کند و قطعا همه انسانها عاشق زندگی خواهند شد. فلسفه اصلی مارکتینگ مذهبی همین است. این زمین و این زندگی بهشت است. از این شانس و فرصت و لحظه استفاده کنید. چرا باید در کشور ثروتمندی مانند آمریکا نیمی از سرمایه کشور در دست 3 نفر باشد؟ چنین چیزی بسیار غیر منطقی و غیر انسانی است. اگر مارکتینگ مذهبی داشته باشیم شاهد چنین وضعیتی نخواهیم بود. در کل زمانی که چنین افرادی در یک سیستم وجود داشته باشند یعنی آن سیستم و ایدئولوژی مشکل دارد. چپ ملی، نویسنده علی عبدالرضایی، پخش فایل صوتی، کتابخانه اینترنتی آقای بوف. agayaboof.com صفحه 45 چپ و راست زپرتی ایرانی. قرن 21 قرن عجیبی است.
ما در تمام کشورها با کنش فیک‌ها، صعود و پیشرفت پوپولیسم و امر کیج و سیطره آن مواجهیم. در هیچ کشوری ساختاری سیاسی را که مدعی خود باشد نمی‌بینید. حکومت پوتین زیرساختی کمونیستی دارد که در آن انواع مافیا، دروغ، چپاول، کثافت و کلاهبرداری را مشاهده می‌کنید. در اصل روسیه کنونی کشور مافیاست. در چین چه خبر است؟ در چین هم سرمایه‌داری وجود دارد و هم کمونیسم، اما در حقیقت نه کمونیسم در آنجا هست و نه سرمایه‌داری، چون لیبرالیسم آزادی را به ارمغان می‌آورد که کمونیست چینی آن را گردن می‌زند. چین کشوری است که سانسور مطلق را اعمال کرده و حتی اینترنت در آن فیلتر است. یعنی به دلیل کمونیستی بودن چین در آنجا خبری از آزادی نئولیبرالیستی نیست و در این حال کمونیست را هم آنجا مشاهده نمی کنید، چون جزء کشورهای سرمایه‌داری محسوب می شود. در حقیقت ما در برزخ گیر افتاده ایم. البته همه جا این گونه است. لیبرالیسم با آن چهره جذاب آرایش کرده و با آن همه شعار دموکراسی آزادی را به ارمغان آورد، اما در لندن و پاریس آزادی گران است و در استرالیا نیز قیمتش سر به فلک کشیده. در این بین تکلیف مردم فرودست چیست؟ پشت این کثافتکاری و پشت شکست چپ و راست ناگهان نو چپ‌ها و نو راست‌ها ظاهر می‌شوند. آنها ترکیبی از نهله‌های گوناگونی چون لیبرال دموکراسی و یا سوسیال دموکراسی هستند که نوع رادیکال آن در یونان وجود دارد. در ونزوئلا که کشوری کمونیستی و ایدئال برای چپ هاست، چه اتفاقی افتاده که خود چپ ها به سطوح آمدند؟ ما به کجا می رویم؟ البته حداقل‌هایی در تمام این کشورها وجود دارند، اما در کشور ما حتی آن حداقل‌ها که انسان است نابود شده و اساساً انسان تحت هیچ شرایطی رعایت نمی شود. امروزه کاپیتالیسم خود را به کثافت کشیده است. حدود نیمی از سرمایه جهان در دست 8 نفر است. این یعنی میلیاردها نفر هیچ چیز ندارند و 8 نفر همه چیز دارند. این 8 نفر میخواهند با آن سرمایه بزرگ چه کار کنند؟ نام این علاوه بر بحران و اضمحلال نابودی مطلق است. نابودی جسد و به بو افتادن آن است. راست شکست خورده چون نیمی از سرمایه جهان در دست 8 نفر است. تمام آن شعبده ها و فیلم ها و جادوگری هایی که راست داشته به هیچ منجر شده. آن همه وعده داده اما در نهایت کار درست پیش نرفته است. اما در این خلأ و کثافتکاری که راست به وجود آورده، چپ چه نقشی دارد؟ اوضاع چپ بدتر است. هیچ قرائت تازه‌ای نمی‌بینید و همه در حال یاوه‌سرایی اند. مدعیان نوکمونیست و نوسوسیالیست دارند چه کار می‌کنند؟ رقاصی‌های ژیژک را ببینید. اول اولترا و رادیکال بود و بعد منتقد کمونیست شده و در نهایت به یک شومن بدل می‌شود. هنوز ژیل دولوز حرف اول را می‌زند، چون به انسان فکر می‌کند. تکلیف ما چیست؟ در کشور ما چه اتفاقی افتاده است؟ روشنفکری به بند کشیده ما در دهه 50 و اعدامیانی مانند خسرو گل سرخی را که مصلح بودند به یاد بیاورید. آنها می‌خواستند کشور بهتری داشته باشند. عقل کل هم نبودند. از بستر همان جامعه بیسواد و بسته رشد کردند و در نهایت از برترین‌های آن جامعه شدند. از سیستمی که در آن اجازه مطالعه و تحقیق و حتی اجازه خواندن کتابی از مارکس را نداشتند، در واقع در زمان محمد رضا شاه پهلوی که امروزه تلویزیون من و تو و دیگر تلویزیون‌ها از آن دوره تعریف می‌کنند، اجازه کتابخوانی نداشته اید. یعنی اگر در خانه کسی کتاب مارکس را می‌دیدند، او را دستگیر و زندانی می‌کردند. در چنین جامعه‌ای طبیعی است که تنها بلاهت قابلیت رشد داشته باشد و بیسوادی الینه شود و تنها کسانی رشد کنند که چاپلوس و متوسط و میانمایه‌اند. قطعا همین میانمایه‌ها سردمدار می‌شوند و تکلیف ادبیات، سیاست، اجتماعیات و بازار را روشن می‌کنند، چون عرصه چاپلوسی است. کله پوکی به نام شاه آن بالا نشسته
و بقیه در صورت مجیزگویی او می توانند کاری کنند. در واقع نهیلیسمی سیاسی در آنجا وجود داشت و همه چیز به بنبست رسیده بود. این نهیلیسم سیاسی برای دوام داشتن باید مدام به هیچ میدان میداد. به ملا خطبه می‌خواند، ملا انقلابی میشد، ملا به مسجد میرفت. آن همه تلاش روشنفکری ما برباد رفت و مردم از ملا دنبال روی کردند، چون پیشاپیش تمام ارکان آماده بودند و در نهایت کثافتی به نام جمهوری اسلامی عاید ایران شد. جمهوری اسلامی چیست؟ نه اسلام است و نه جمهوری. درست مانند چین. اینها همه مرضند. پشت این بیماری هاست که پوپولیسم و نژاد پرستی و گاردهای این چنینی رشد میکنند. در حال حاضر چپ ما دارد چه کار میکند؟ این چپ خواجه است و هیچ چیز از خود ندارد. اصلا چپ ایرانی یعنی خواجه. ما هیچ بدیلی نداریم. حالا بهترین موقعیت است که نیروهای مصلح و خیراندیش وارد میدان شوند. اما چه کسی وارد میدان شده است؟ هیچ کس. آن همه قرائت کمونیستی وجود دارد و هیچ کدامشان کاری نمی کنند. در واقع الان زمانی است که باید همه حضور داشته باشند، اما حضور ندارند. چرا؟ چون خراب کردند. ما اضمحلال مطلق را می بینیم. رازها جز چپاول چه غلطی کردند؟ آقای رضا پهلوی میلیون‌ها دلار از پول پدرش را برداشته و حالا در کیشی به فیشی با تبلیغات تلویزیونی دوباره ظاهر شده است. فاشیسم را در ایران رسما می‌بینید. فاشیسمی که علیه فاشیسم شو می‌دهد. دیکتاتوری که علیه دیکتاتور گارد می‌گیرد. اوضاع بسیار عجیب است. فرق بین خامنه‌ای و رضا پهلوی چیست؟ خامنه‌ای قدرت دارد و می‌کوبد و رضا پهلوی سیال است و اهل هیچ مسئولیتی نیست و اساساً هیچ مسئولیتی را قبول نمی‌کند و تنها خودش را آدمی ملی جلوه می‌دهد. از یک طرف می‌گوید جمهوری خواه است و از طرف دیگر می‌گوید دنبال آزادی کشورش است. اما هنوز که هیچ چیز مشخص نشده خود را در جایگاه خمینی قرار داده و می‌گوید من با شما مردم هستم و شخصیتی ملی دارم. سپس شخص دیگری یعنی شهرام همایون در کانال خود مدام از او طرفداری می‌کند و می‌گوید که فلان گاردتان درست بود. حقیقت این است که کار پول درست است. اگر هر شخص دیگری به اندازه این شخص یعنی رضا پهلوی با تلویزیون ها مصاحبه می‌کرد تا کنون سرشناس شده بود و طرفدار داشت. اما اون حتی طرفدار هم ندارد چون هیچ کاری نکرده است. تأکید می‌کنم که ما با فاشیسم طرف هستیم. فاشیسم خندان. دقیقاً مانند تقابل دولت‌های آمریکایی است. باراک اوباما کاپیتالیسمی را نمایندگی می‌کرد که با پنبه گردن می‌زد. برجام را می‌آورند، اما پولی که ایران در این میان می‌گیرد باید به چند برابر بدل شود و برسد به دست دونالد ترامپ که او بعدها این پول را از عربستان گرفت و قطعاً از کشورهای دیگر نیز خواهد گرفت. اوضاع چگونه است؟ ما باید به داد خود برسیم. چپ و راست مردند و نوراست‌ها دارن رشد می‌کنند. نوراست چیست؟ مثلا فردی از ایران باستان و جینگویسم استفاده می‌کند. در دل حکومت زایش دارد و آن زایش را به خارج می‌برد. کمپ سلطنت طلب‌ها با کمپ اصلاح طلب‌ها و کمپ اصولگراها این همان می‌شود و فاشیسم رشد می‌کند. فاشیست که حتما نباید بگوید من فاشیستم. سیطره پوپولیسم را همه جا می‌بینیم. نه کمونیسم است، نه شاهخواه است، نه جمهوری خواه است و نه آنارشیست. این آنارشیست ها منجر به جریانی مانند عصر آنارشیسم میشوند. اشاره به جریانی دارد که نام خود را آنارشیست گذاشتند و مدام ضد آنارشیسم عمل میکنند. در واقع ما با سیطره جاسوسی، اطلاعات و بلاهت طرف هستیم. چرا همه از خودشان فرار میکنند و برعکس آن شعار میدهند رفتار میزنند؟ در ادبیات سیاسی ایران کلیدواژه‌های وجود دارند. واژه‌های از قبیل وطن، مردم، عدالت، آزادی و از این دست. اگر توجه کنید هر گروهی که میآید از این کلمات استفاده میکند. دروغ میگوید. در واقع ما با سیاستمدار به مثابه ملا طرف هستیم. من اروپا و سیاستمدار اروپایی را میفهمم.
من می‌دانم که سیاستمدار اروپایی عذاب وجدان دارد. او می‌داند که مسبب جنگ در خاورمیانه بوده است. می‌داند که سرازیر شدن آن حجم از مهاجر به سمت اروپا، از جمله مهاجرین ایرانی و عراقی و افغانستانی و سوری، برای اروپا معضل شده و باید با این موضوع مقابله کنند. از طرف دیگر آنها می‌خواهند حقوق بشر را رعایت کنند. در این حال به دنبال رأی هستند و مردم نیز از آن همه مهاجر خسته شدند. به هر حال مردم کشورهای خودشان هم دغدغه‌های خاص خودشان را دارند و می‌خواهند آن مالیاتی را که به دولت می‌دهند برای خودشان خرج شود. اگر خوب نگاه کنید می‌بینید که سیاستمدار غربی در خاورمیانه نابودی را رقم می‌زند. از سوی دیگر خاورمیانه‌ای‌ها به کشورهای اروپایی مهاجرت می‌کنند و تعادل را در آن کشورها به هم می‌زنند. پس سیاستمدار اروپایی نه می‌تواند از آنها حمایت کند و نه می‌تواند آنها را نادیده بگیرد. اگر از ماجرا حمایت کند، رأی خودش را در کشورش از دست می‌دهد، چون سیطره ترور و خشونت به آنجا هم کشیده می‌شود. به هر حال برخی از مهاجرین در غرب ارزانتر کار می‌کنند و دست به کارهای سیاه می‌زنند. اروپا هم طبقات کارگری خود را دارد. چرا چند سال پیش بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند؟ چون لندن پر از کارگران بلغاری، لهستانی و رومانیایی شده بود و کارگر انگلیسی در این رقابت می‌باخت. هنوز که هنوز است، سطح حقوق کشورهای اروپایی برای هر ساعت کار چیزی حدود 6 پوند است و خود کارگرها هم علیه این مبلغ اعتصاب کردند. با اینکه حزب کارگران طرفدار پیوستن و بودن با اتحادیه اروپا است، اما معضل‌هایی وجود دارد که نمی‌توانید درست قضاوت کنید. در چنین چارچوبی است که پوپولیسم و ریاکاری رشد می‌کند. این ریاکاری در ایران هم وجود دارد. مثلا رضا پهلوی حرف از وطن می‌زند، اما در عمل هر کاری که می‌کند بر ضد وطن است. در واقع تنها چیزی که برای پهلوی اهمیت دارد رسیدن به قدرت است. او می‌خواهد به قدرت برسد، اما خلاف آن را می‌گوید و گاهی نمی‌توانید اینها را از هم تشخیص دهید. شخصی تمام رقبای خود را می‌کشد و حتی تا به دیدن نتایج یک نظرسنجی در توییتر و تلگرام را که همه چیز آن تقلبی است ندارد تا چهره‌ای قوی و در حال مطرح شدن را می‌بینند، با تمام قدرت و به شکلی کثیف او را از سر راه برمی‌دارند. تمام آن حرف‌هایی را که درباره قاری قرآن آیت الله خود می‌زده، یعنی سعید طوسی، حالا درباره علی عبدالرضایی می‌زند. باید بگوید جنتی ضد زن است، اما چون از پس جنتی بر نمی‌آید می‌گوید علی عبدالرضایی ضد زن است. جای آن که با پانها بجنگد می‌گوید علی عبدالرضایی نژاد پرست است. حتی کمپ خود را در العربیه و ایران اینترنشنال علیه علی عبدالرضایی میشوراند. چرا؟ چون علی عبدالرضایی دارد نسل جوان را به آگاهی میرساند. حالا ما واقعا چه میکنیم و هدفمان چیست؟ آیا ما آنچه میگوییم هستیم؟ با امکانات کمی که در اختیار داریم، تنها ابزار و قدرت ما سخنرانی کردن است. ما فقط با سخنرانی آن همه کار میکنیم. فقط حرف ما و قدرت زبان است که تا این اندازه میتواند کار کند. به جای آنکه ما را ستایش کنند و بگویند این گروه با هیچ و تنها با قدرت زبان خروجی بسیار دارد، می آیند و این قدرت را از ما می گیرند و می گویند ایراناشیست‌ها فقط فحش می دهند. اما هرگز نمی گویند آنها دست به عملیات می زنند، دیوار نویسی می کنند و در حال تولید این حجم و تفکر هستند. از افشاگری‌های حزب ما علیه حکومت هم هیچ نمی گویند و تنها حرفشان این است که علی عبدالرضایی فحش می‌دهد. ما در مواجهه با این پوپولیسم و فاشیسم نرم که کثیف‌ترین نوع آن است باید چه کار کنیم؟ چرا من از اصلاح طلبان بدم می‌آید؟ چون اصلاح طلب‌ها خودشان نیستند، مدام جا عوض می‌کنند و دروغ می‌گویند و تا علیهشان افشاگری کنید، با آنها بجنگید و شکستشان بدهید، می‌گویند ما این نیستیم و آنها خودشان را جای ما جا زده‌اند و فوراً تغییر چهره داده گارد خود را عوض می‌کنند. دقیقاً مشابه کار سلطنت طلب‌ها که صدای مرا جعل کرده
و با پول خود علیه من پرونده درست میکنند. چرا؟ چون این آنارشیست‌ها در نظرسنجی‌ها رأی بالایی میآورند. مردم کارهاشان را میبینند و به آنها علاقه‌مند میشوند. در تمام بحث‌ها و سخنرانی‌های خود میگویند آنارشی خطرناک است و ما نمیخواهیم به دام آنارشی بیفتیم، چون میدانند که در ایران کمونیست، سوسیالیست و مجاهدین خلق گردن زده شدند و فعلا فقط آنارشیست‌ها در حال جنگیدن علیه پوپولیسم جهانی هستند. پس سعی میکنند که آن تصویر کهنه از آنارشیست را، یعنی تصویری که حزب توده از آنارشیست به دست داده و آن را به معنای هرج و مرج طلب معرفی و ترجمه کرده است، دوباره روی سکو بیاورند. مگر می شود که آنارشیست شاه پرست و یا اصلاح طلب باشد و تصویر ملایی را در دست بگیرد و بگوید ارباب من باید ملا باشد؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ یک فیک درست می کنند مثل وبسایت عصر آنارشیست. ماها می جنگیم و در تمام مدت پروسه جنگ این وبسایت مدام به ما فحش می دهد و در آخر معلوم می شود که سردبیرش شاه پرستی مزدور است. ما با اضمحلال طرف هستیم. هیچ چیز و هیچ کس خودش نیست. رضا پهلوی پیشترها می گفت برای من مهم نیست که شاه شوم یا رئیس جمهور، و حالا می گوید نمی خواهم هیچ سمت خاصی داشته باشم. اما چرا چنین حرفی را می زند؟ چون دوباره کثافتکاری کرده است. معمولا این عده هر وقت دستشون رو می شود فوری می گویند نه ما اینگونه نیستیم و چیزی نمی خواهیم. زمانی که می گفتم بین سلطنت طلبها پر از سرداران سپاه و بسیج سایبری است، همه انکار می کردند و می گفتند شما می خواهید شاهزاده را بدنام کنید. حالا در مصاحبه از او می پرسند که بسیاری از اطلاعاتی ها بین شما هستند، فکر نمی کنید که اینها می خواهند شما را بدنام کنند؟ او هم پاسخ می دهد بله، آنها همیشه بین ما نفوذ می کنند. اما به نظر من نفوذی خود اوست. خود اوست که عکس یک آخوند را منتشر می کند. آخوندی که دارد روی دیوار می نویسد مرگ بر خامنه ای. او بارها گفته من با سپاهی ها در تماس هستم. پاسخ این پوپولیسم و فاشیسم چیست؟ فاشیست کسی است که هنوز به قدرت نرسیده رقبای خود را کنار می‌زند و همه را به کثیف‌ترین صورت ممکن حذف می‌کند، چون خودش تریبون دارد و رقیب‌هایش از تریبون محرومند. من باید حرفم را در یک گروه تلگرامی ساده بزنم، ولی امثال رضا پهلوی می‌توانند در تمام تلویزیون‌ها حرف بزنند. اینکه آدم چوبی‌ها و لومپن‌ها را دور خودت جمع کنی و با تمام ابژه‌های مشکوک متحد شوی، چه نتیجه‌ای جز زمان خریدن برای حکومت دارد؟ تو نمیخواهی کاری بکنی و در آخر هم میگویی کار من رهبری نیست و نمیخواهم هیچ کاری بکنم. اگر نمیخوای کاری بکنی پس چرا وسط میدانی؟ برو کنار. اگر فکر میکنی محبوبیت بالایی داری، بگذار براندازی اتفاق بیفتد، بعد بیا کاندید شو و یا اصلا کاندید نشو. تو فقط مردم را فریب میدهی. دانش من میگوید که تو تمام کارهای یک فاشیست را انجام میدهی، اما فاشیسم نرم. به مردم میگویی من برای نجات شما آمدم و از طرف دیگر تمام کسانی را که دارند برای مردم کار میکنند بدنام و خراب میکنی، چون پول داری و جمهوری اسلامی و عربستان به تو رسانه میدهند. سنگ ایران را به سینه میزنی، اما درباره خزر یک کلمه هم نمیگویی. با دشمن ایران یعنی سپاه پاسداران متحد میشوی و در تریبونی حرف میزنی که متعلق به دشمن ایران است، یعنی ایران اینترنشنال که ساپورترش عربستان است. تو اصلا قابل فهم نیستی. چرا از ایران دم میزنی اما مدام از اسلام دفاع میکنی و پی پوپولیسم هستی؟ در جناح مخالف که مثلا ضد سلطنت هستند چه میبینم؟ انبوهی از توده‌ای ها و اکثریتی ها و تمام چپ های سابق. آنها دارن چه کار میکنند؟ آنها معنا باختند، موجوداتی که عمری شعار دادند و حالا فرزندانشان وارد میدان شدند. آنها پول میخواهند و عقده‌ای شدند. فقر پیشینه را بر نمیتابند. به دلیل ایرانی بودن شرکت‌هایی تأسیس کردند و با شرکت‌های داخل ایران معاملاتی دارند. اصلا برای آنها مهم نیست که روسیه امروزی دیگر شوروی سابق نیست و یک رکن اساسی سرمایه‌داری است.
و از سرمایه‌داری کثیفی هم برخوردار است. چین آرایشی کمونیستی دارد، ولی روسیه تماما مافیا، دروغزنی و ایران ستیزی است و فقط چپاول می‌کند. ظاهرا این افراد با جمهوری اسلامی مشکلی ندارند، گرچه جمهوری اسلامی افرادشان را اعدام هم کرده. مثلا هنوز در هر اتفاقی از سعید سلطانپور نام میبرند که ملاها اعدامش کردند. اما چپ‌های سابق با دفاعشان از جمهوری اسلامی خون امثال سلطانپور را پایمال میکنند. مردم را دستاویز قرار میدهند و میگویند تحریم مردم را گرسنه کرده. ولی مشکلشان مردم نیست. مشکل فقط دشمنی دیرینه و احمقانه است که با آمریکا دارند. البته ما با دشمنی آنها با آمریکا کاری نداریم. مسئله این است که با چنین گارد سخیفی مردم و کشور ما هر لحظه بیشتر در باطلاقی فرو می‌روند که آنها درست کردند. این عده حرف از وطن و مردم میزنند، اما هم وطن ستیزند و هم مردم ستیز. میگویند کمونیستند و از کارگر نام میبرند، ولی کارگر را به شعار بدل میکنند. اگر اهل حمایت از کارگر بودند باید به منافع کارگری توجه میکردند. منافع کارگری یعنی دریای خزر و جزیره کیش که دارد از دست میرود. مگر صیادها کارگر نیستند؟ منافع کارگری یعنی دریای عمانی که به استعمار سرخ یعنی چین اجاره داده می شود. آیا در این موارد گاردی از جانب چپ‌های سابق دیده اید؟ همین چیزها کار را تولید می کنند و اگر کاری تولید شود آن وقت تقاضا برای کارگر و میزان حقوق کارگری بالا می رود و زندگی کارگر بهبود پیدا می کنند. وقتی همه چیز دچار نابودی است کار وجود ندارد و کارخانه ها مجبورند که تعطیل شوند. اصلا نمی توانید از کارگر دفاع کنید. پس می بینید که کارگر تنها یک بهانه است. ما همیشه از اسماعیل بخشی حرف زده ایم و او را تبلیغ کرده ایم. ممکن است عده‌ای بگویند که عبدالرضایی میگوید ما اسماعیل بخشی را ساخته ایم. نه، ما اسماعیل بخشی را از چاله سانسور درآوردیم و در شرایطی که تمام تریبون‌ها جنبش‌های کارگری را سانسور می‌کردند ما این جنبش‌ها را مطرح کردیم. اما در نهایت چه شد؟ از اسماعیل بخشی علیه ما استفاده کردند. تمام مزدورانی که در ماه‌های اخیر علیه ما بودند در همان مستندی که صدا و سیما از اعترافات کذب اسماعیل بخشی منتشر می‌کند، منظور اشاره مستندی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی علیه اسماعیل بخشی ساخت که او را بدنام کند و مقصر و فریب خورده جلوه بدهد. تمام مزدورانی که در ماه‌های اخیر علیه ما بودند در همان مستندی که صدا و سیما از اعترافات کذب اسماعیل بخشی منتشر می‌کند معرفی می‌شوند و دوباره به آنها اعتبار می‌بخشند تا بیشتر به ما حمله کنند. دقیقاً پس از آن مستند فیلم‌هایی در همه جا علیه علی عبدالرضایی پخش می‌شود، اما در حقیقت علی عبدالرضایی هدف آنها نیست، بلکه هدف جنبشی جوان یعنی حزب ایران آنارشیست است که راستی را پیشه کرده و هرگز دروغ نگفته و دقیقاً آن چیزی بوده که به آن عمل کرده. دلیل فحاشی‌های ما نداشتن ابزار بوده است. هیچ ابزاری نداشتیم و باید به گونه‌ای ملا را پایین می‌کشیدیم. مقام معظم رهبری باید له می‌شد و راهی جز این که او را مادر سید خطاب کنیم و لقب جائش را به او نسبت بدهیم وجود نداشت. اگر در شعارهای خود گفته ایم خامنه‌ای کسکشه ولی هر جا کشه، برای این است که چاره دیگری نبود. در این مسیر نیز پیروز بوده ایم و تأثیر خود را گذاشته ایم. این شجاعت را به جنبشی ملی و مردمی بدل کرده ایم. کافی است نگاهی به قسمت نظرات پست‌های اینستاگرامی تلویزیون BBC و مزدوران دیگر بیندازید. این روش ایدئال ما نیست، اما تنها امکان ماست. آنها پول نفت و گاز شما را دارند و کارهای بسیاری می‌کنند. اما ما حتی حاضر نیستیم از اعضای خود برای پیش بردن مبارزاتمان پول بگیریم. چون ما را خراب می‌کنند و می‌گویند برای پول گرفتن از مردم دکان زده ایم. خودشان را جر می‌دهند و نمی‌توانند از ما ایرادی بگیرند. به همین دلیل صدای من را جعل می‌کنند. در یکی از سخنرانی‌هایم به راضیه، کماندوی بسیجی که دختر ما را کتک زده،
فحش می‌دهم. اما تریبونداران از آن زن دفاع می‌کنند و در این بین هیچ از کار بزرگی را که کردم ستایش نمی‌کند و حتی دست به سانسور آن می‌زنند. و بعدها که آبها از آسیاب می‌افتد از همان صدا علیه من استفاده می‌کنند و می‌گویند که عبدالرضایی به زن فحش می‌دهد و البته ذکر نمی‌کنند که آن زن قاتل زنها و چند دختر نوجوان بوده. اوضاع ما این گونه است. امروزه همه جا تحت سیطره فاشیسم بوده و حکومت اپورتونیسم برقرار است. لومپنها همه جا حضور دارند و به طبقه انقلابی بدل شدند. چه کسانی آنها را تغذیه می‌کنند؟ کدام فاشیست پشت این قضیه است؟ معمولاً لومپن بورژواها وقتی که پولی در کار باشد قدرت می‌گیرند. اما این پول را چه کسی و از کجا تزریق می‌کند؟ قطعاً از هر دو سمت. نگاهی به شعارهایشان بیاندازید. درود بر خمینی به درود بر شاه بدل شده است. هیچ تفاوتی دیده نمی‌شود و اثری از هیچ نوع مطالبه‌ای نیست. جز جنبش‌های کارگری و کارهای حزب ما در بقیه گروه‌ها مطالباتی نمی‌بینیم. انگار کسی چیزی نمی‌خواهد و هیچ کس در پی پراندازی نیست. مدام می‌گویند فلانی‌ها با هم معامله کردند. ما تحت سیطره کیج‌ها، فیک‌ها و بادکنکی‌ها هستیم. همین فیک‌ها دارند همه چیز را به نفع خود مصادره می‌کنند. قیام فرودستان بی‌ارزش شده و کسی نمی‌پرسد آن 35 نفری که جان خود را در دی 1396 از دست داده اند چه می‌خواستند. نمی‌پرسند آن مردمی که میدانها را شلوغ کرده بودند خواستشان چه بود. آیا آنها با کسانی که همکنون دارند صحنه‌گردانی می‌کنند ارتباطی داشتند و مدام جاوید شاه می‌گفتند؟ قطعاً این گونه نبوده است. کثافت دارد تولید می‌شود و هیچ کس نمی‌خواهد کاری کند. همه در حال زمان خریدنند. چه آن چپی که می‌خواهد ایران تحریم نباشد و فرزندان او بتوانند بیزینس خود را با ایران حفظ کنند، چه آن توده‌ای‌هایی که جناح دوم اقتصادی را در کشور تشکیل می‌دهند و اگر در ایران سازندگی، سدسازی و پروژه‌های از این قبیل باشد، آنها کار خواهند داشت و پروارتر خواهند شد. از طرفی قطعاً اگر روسیه پروژه‌ای در ایران تعریف کند، آنها مجری آن طرح خواهند بود، چون این افراد مزدوران روسی محسوب می‌شوند. در واقع تمام عملکردهایی را که می‌بینیم بر ضد طبقه فرود است و ضد طبقه متوسط صورت می‌گیرد. چون در چنین شرایطی فقیرها فقیرتر و پولدارها پولدارتر می‌شوند. وقتی هیچ کس خودش نیست و همه متضاد چیزی که شعار می‌دهند رفتار می‌زنند، وقتی پوپولیسم بر همه چیز سیطره دارد و فکر نقشی ایفا نمی‌کند، وقتی بیفکری دیونیزوسی همه عرصه ها را کارگردانی می‌کند، آنجاست که حقیقت به دروغ بدل می‌شود و میدان را به دروغ می‌سپارد. به ما حمله می‌کنند اما خودشان رسوا می‌شوند. نهایت تلاش خود را می‌کنند. از تلویزیون العربیه، سپاه سایبری در هیئت طرفداران شاهزاده رضا پهلوی و کانال‌ها و دیگر تریبون‌ها به ما حمله می‌کنند. ولی در نهایت رسوا می‌شوند. و دقیقاً زمانی که رسوا شدند و حربه‌هایشان نگرفت، مصاحبه کردند. زمانی که مصاحبه کننده گفت برخی از بسیجی‌ها، پاسدارها و سپاه سایبری خودشان را دوستدار شاهنشاهی جا می‌زنند. شاهزاده شما باید این ادعا را انکار بکنید. رضا پهلوی هم جواب داد بله متاسفانه آنها بین ما هستند. البته از دید من پهلوی فقط خودش را توجیه کرد. همانها مجری دستورات او هستند و او نیز از آنها همین را می‌خواهد. این موضوع از زمانی شروع شد که شورای هماهنگی حزب ایران آنارشیست سراغ گزینه دیگری رفت. در بالماسیاهایی که به عنوان همه پرسی نام چند لومپن را کنار رام رضا پهلوی می‌گذاشتند، او 90% رأی می‌آورد و بقیه 2-3%. فعالان حزب تمهیدی ایجاد کردند و نام علی عبدالرضایی را نیز به این همه پرسی اضافه کردند و دیدند که مردم دارند به او رأی می‌دهند. ماجرا تا آنجا ادامه پیدا کرد که رأی علی عبدالرضایی به 51% رسید و بعد از آن ترور را علیه ما شروع کردند.
چون میخواهند فقط یک نفر یعنی رضا پهلوی را در میدان داشته باشند و پوپولیسم و فاشیسم برایشان اهمیت بالایی دارد. موضوع همان داستان همیشگی است، بازی بین شیخ و شاه. با همه پرسی‌های کاذب و سپاه سایبری خود نشان دادند که قدرت بلا منازعی که شخصیت ملی است رضا پهلوی است و این گونه آنها خمینی دیگری برای ما ساختند. البته این رضا نشانه‌ای است که به امام رضا و پاتایای ایران مربوط است. اشاره دارد به شهر مشهد و بیزینس سکسی که در آنجا به راه افتاده است. پهلوی با آن همه رقصگردانی کوچکترین قدمی علیه جمهوری اسلامی بر نمی‌دارد و همه امکانات را علیه نیرویی به کار می‌برد که علیه جمهوری اسلامی کار می‌کند. ما می‌دانیم عملیات نرم و مخالفت مدنی مثل تحریم کردن و کارهای آسان و بی‌خطر زمانی جواب می‌دهد که مشارکت اکثریت مردم را بخواهیم و اساساً قصدمان این باشد که طبقه خاکستری را به جمع خود اضافه کنیم. منظور از طبقه خاکستری آنهایی هستند که مخالفند اما شهامت مخالفت کردن را ندارند. کسانی که زندگی سطح پایینی دارند و نمی‌خواهند همان را هم از دست بدهند. در واقع 90% از مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند. حتی برخی از خانواده‌های شهدا و بسیجی هم مخالفند. اما نای مخالفت ندارند و خسته شدند و نمی‌دانند اوضاع چگونه است. نیرویی هم وجود ندارد که آنها را هدایت کند. ما مانند نیلوفری هستیم که در دل مرداب رویده است. در آن هیچ گلی رویده که نام آن را ایران آرشیسم گذاشته‌ایم. این گل هیچ چیز نمی‌خواهد و در عین حال با هیچ دارد کار می‌کند. با نیروهایی که نمی‌شناسد. ما حزبی سازمان یافته و پیشرفته نیستیم که همه اعضای خود را بشناسیم. ما سخنرانی می‌کنیم و چیزی را در هوا می‌زنیم و بعد می‌بینیم صدایش در می‌آید و عده‌ای در جاهایی کارهایی می‌کنند. اساساً همه امکانات را از ما گرفتند و تنها زبان برای ما باقی مانده است. زبانی که با آن خشم مردم را انتقال می‌دهیم. شاعری آمده از قدرت زبان استفاده می‌کند و خشم مردم را انتقال می‌دهد تا همه ببینند. این تیزهوشانه‌ترین روش است و ما از آن جواب گرفته‌ایم. اما عده‌ای عمد دارند مدام پای اسلام و اخلاق اسلامی را پیش بکشند و از تحقیر شدن ملا ناراحتند، مثل احمد زیدآبادی و مسعود بهنود که هر دو در کمپ اصلاح طلبی هستند و تلاششان را برای تخریب ما کردند اما شکست خوردند و حالا پس از شکست این پروژه را باید فحاشترین گروه یعنی سلطنت طلبها ادامه بدهند. هیچ مسئله نیست، فقط باید تکلیف خود را روشن کنند. حمله می‌کنند و می‌گویند ما نبودیم و کار حکومت بوده است. آن هم درست وقتی که قرار است ضربه بخورند. چون اگر ضربه بخورند نوبت به مظلوم نمایی میرسد. اگر ما هشتگ رضا پهلوی فاشیست را بزنیم عده‌ای خواهند گفت رضا پهلوی که انکار کرده و گفته که عده‌ای اطلاعاتی بین سلطنت طلبها نفوذ کردند. اما وقتی همین سلطنت طلبها ما را تخریب می‌کنند کسی چیزی نمی‌گوید. ما تنها صدای واقعی در میدان هستیم، صدایی که مبارزه می‌کند. من از قیام فرودستان یعنی 6 دی 1396 تا کنون همواره در حال بیانیه دادن، سخنرانی و روشنگری هستم. صدای حاضری که تمام اصلاح طلبان حاوی حکومت را جر داده است. تنها کسی که با آنها جنگیده من بودم. وقتی میگفتند ایران دارد سوریه میشود، من روزی 2 بیانیه میدادم و دهانشان را میبستم. هنوز هم تلویزیون‌ها در بحث‌های خود از دلایل من استفاده می‌کنند. تمام آن بیانیه‌ها کتاب فراداستان فرودستان را به دست دادند. 3 روز پس از آن که قیام را سرکوب کردند، بحث‌های آن دوران من همزمان در یوتیوب قرار گرفت و هرگز کسی نمی‌تواند آن بحث‌ها را انکار کند. برای همین است که عده‌ای می‌گویند برانداز نیستند، چون کلمه برانداز و براندازم و شعارهایی که در میدان داده میشد مال آنها نیست. به آن شعارها پوز میدهند اما تنها شعار آنها همان جاوید شاه و رضا شاه است و شعارهای دیگر مال ماست. جایش، مادر سید، ملا شاه
و همین زامبی که همه در کمپ سلطنت طلب‌ها از آن استفاده می‌کنند کلماتی است که ساخته من است. در واقع 13 سال است که من پیرامون مسئله زامبی بحث می‌کنم. اگر فایل‌های 13 سال پیش مرا در یوتیوب ببینید می‌فهمید که آن بحث‌ها را از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز کرده‌ام. همه از آن بحث‌ها استفاده می‌کنند و همچنین از واژگان سیاسی دیگری که ابداع تازه‌ای دارند. تو پرانتز این واژگان را می‌توانید در کتاب فرهنگنامه ایران آنارشیستی مطالعه کنید. همه از این واژگان استفاده می‌کنند، بعد با هم بسیج می‌شوند و با حمله به ما برای دشمن اصلی جمهوری اسلامی یعنی ایران آنارشیست‌ها پاپوش درست می‌کنند. آنها دنبال خواجه کردن ما هستند و می‌خواهند کاری کنند که ما محدود شویم. دوستان من دست به عملیات می‌زنند و نمی‌توانیم منتشرشان کنیم. این به نفع چه کسی تمام شده است؟ 2 سال است که ما عملیات و دیوارنویسی را کلید زده ایم. در این مدت مدام گفتند شما خشن و تروریست هستید. ما تا کنون حتی قطره خون از تن کسی نریخته ایم. ما فقط نخواسته ایم که مردم ما خواجه شوند. آنها با خبرهایشان که در جهت ترس افزایی بود مردم را میترساندند. اما ما به مردم شجاعت میدادیم. آنها مدام به مردم یاد میدادند که فیک باشند و ما به مردم هویت میدادیم. هویت به همراه قدرت مبارزه. چه کسی از زنها دفاع کرده است؟ به آتش کشیدن صیغه‌خانه ها اکتی انقلابی است. صیغه‌خانه هایی که دختران نوجوان ما را به کشورهای عربی صادر می کنند. جز گروه ما چه کسانی این کارها را کردند؟ اساساً جز ما چه کسی به صیغه یورش برده؟ چه کسی مشهد را پاتایای ایران نامیده است؟ آیا این اکتی فمینیستی نیست؟ چه کسی ضدیت مطلقی با صیغه داشته است؟ رضا پهلوی یا حزب کمونیست؟ بدیهی است که جمهوری اسلامی باید با ما بجنگد، اما جمهوری اسلامی جرأت جنگیدن با ما را ندارد، چون می‌داند ما بر حقیم و خودش باطل است و می‌داند که اگر با ما بجنگد ما بسیار بزرگتر خواهیم شد. خودش با ما نمی‌جنگد ولی فیک‌هایی را ساخته و به جان ما می‌اندازد. می‌داند که ما به آنها ضربه نمی‌زنیم چون بسیار کوچک و لکنته‌تر از آنند که حتی نامشان را بیاوریم. در این وضعیت چه باید بکنیم؟ اگر من ققنوس باشم نیروهایی را که از خاکستر من رویده و مطرح شده اند به جان من می‌اندازند. همانهایی را که حالا باید بیایند و لااقل به خاطر اینکه وامدار من هستند به حزب کمک کنند، کسانی هستند که از من دزدی کرده اند، تفکر و جان من را گرفتند و من سکوت کردم. بابت همین ادبیات شر 25 سال است که فحش می‌خورم. چرا آن شاعر محبوب پاریس در رنو ناگهان تا این اندازه منفور شد؟ چون کلمات خاصی را وارد ادبیات خود کرد و ادبیات شر را به آثارش راه داد. اساساً جای این ادبیات، این فرهنگ و نگاه در قاموس ایرانیان خالی بود. اما حالا کسانی که در این بستر و از این خاک یعنی ادبیات شر رویده اند تا به شهرت میرسند به چه کسی حمله میکنند؟ به من، به یک تنهایی، به کسی که فقط دلش میسوزد و فقط دلش میسوزد. از انواع لومپن‌ها استفاده میکنند تا نسل جوانی که انرژی پیدا کرده و دارد کار درست را انجام میدهد از بین برود. از روز اول گفتم بیشتر کتاب‌هایی که پیرامون مبارزه نرم نوشته شده‌اند خوانده‌ام، از آثار پوپوویچ گرفته تا آثار جین شارپ. در ایران رویکرد مبارزه نرم به هیچ عنوان کارگر نیست و چنین کارهایی فقط برای جذب حداکثری مردم جواب می‌دهد. گروه‌های دیگر در رابطه با عملیات نرم و مبارزات مدنی بسیار بحث کردند، اما عملاً جز ما کسی کاری انجام نداد. جز ایران آنارشیست‌ها چه کسانی را می‌شناسید که فروشگاه‌های سپاه پاسداران را تحریم کرده باشند؟ در کل ایران گروهی را می‌شناسید که به طور سرتاسری کمپینی مانند کمپین جان یا کمپین لیبرتنانگی را به دست داده باشد؟ آیا جز ما گروه دیگری عملیاتی مانند عملیات ساعت سیاه را اجرا کرده است؟ ما 6 عملیات ساعت سیاه داشتیم که در آن هشدار دادیم و به خانه مزدوران نامه فرستادیم. اسم این عملیات نرم است. آنهایی که فقط حرف میزنند و مدام هشتگ میدان میلیونی میزنند تا کنون کاری نکردند.
میدان میلیونی ماجرای معاد مسلمان هاست. بالاخره با این اوضاعی که وجود دارد در جای این میدان شکل خواهد گرفت، کمان که در سال 1388 میدان سوپر میلیونی رو در تهران داشتیم. پس از تورمی که بعد از نوروز 1399 آغاز خواهد شد، بیشک ما میدانهای میلیونی بسیاری را مشاهده خواهیم کرد. اما باید به همان نسبت شعور مردم آماده شود. شعور و ایده ها را دارن میکشند. چپها به طور مطلق خواجه شده و فقط در حال بیزینس هستند. جوانهایی هم که ادعای چپ داشتند جذب تلویزیون ها شدند و این یعنی راست مطلق. آنهایی هم که کار هنری میکردند به کمپ رضا پهلوی رفتند. من نمیدانم که چرا خیلی از ایرانی ها قیمت دارند و تا این اندازه ارزانند. متاسفانه در جامعه‌ای که رو به اضمحلال میرود میتوانید همه چیز را بخرید. ایرانی ها وضعیت فجیعی در این مورد پیدا کردند. با اینکه بیشترشان وطن پرست و پر از شعارند و دم از کوروش میزنند، اما میگویند ما امام حسین را میپرستیم چون او از نوادگان کوروش بزرگ است. فاطمه زهرا دختر کوروش است. شما خیلی قاقید آقای عبدالرضایی. قریش یعنی کوریش که همان کوروش بوده و بعد شده قریش. عرب حرف که را به ق بدل کرده است، مثل پارسی که شده فارسی. خنده‌دار و چندشاور نیست؟ آن سالهایی که من اعتراض می‌کردم چرا همه اطلاعاتی ها با تلویزیون صدای آمریکا مصاحبه می‌کنند، همین روزها را پیش بینی کرده بودم. در چنین وانفسایی انگار تنها لومپن‌ها، یعنی کسانی که توسط تلویزیون‌ها مطرح شدند، باید میدان داری کنند. عوام چه می‌فهمند که علی عبدالرضایی کیست؟ عوام نیز با آنان همراه شده و با هم به من فحش می‌دهند، چون آنها که درکی از عبدالرضایی ندارند. احمد شاملو و فروغ فرخزاد در زمان شاه فضای آزادی داشتند و یدالله رویایی هم کارمند تلویزیون بوده است، در حالی که ما نمی توانستیم از فضای تلویزیون و رادیوی داخلی استفاده کنیم و نه از تلویزیون و رادیوی خارج، چون جفتشان کثیف بودند. حقیقت عریان این رسانه ها را می بینید. نمی توانید با آنها همکاری کنید. در نتیجه بستر حاکم برای شما هیچ است. ما با هیچ حزب ایران آنارشیست را ساخته ایم و آینده درباره ما حرفها خواهد زد. تا کنون کارهای بزرگی انجام داده ایم، به خصوص از لحاظ شعوری در حیطه ادبیات سیاسی و اصطلاحات خاصی که ساخته ایم. تا همین الان هم 4 ستون مزدوران را برباد داده و لرزانده ایم. ما مدام تولید و افشا می‌کنیم و خط می‌دهیم، ولی به طور مطلق سانسور می‌شویم. چرا ما تا این اندازه خطرناک هستیم و خودمان نمی‌دانیم؟ ما که چیزی برای خود نمی‌خواهیم. خروجی‌های ما هم که درست است. در 2 سال اخیر هر گل و نهالی که کاشته ایم درخت شده. پس دلیل این همه مخالفت با ما چیست؟ چرا برای آن قاری قرآن سعید طوسی که پدوفیلی مطلق است بیانیه‌ای منتشر و امضا نمی‌کنند، ولی علیه شاعر در تبعید علی عبدالرضایی این همه فضا درست می‌کنند، آن هم کسانی در کمپ سلطنت طلبی؟ فاشیسم یعنی همین. فاشیسم یعنی ریاکاری و کثافت. مدام از ما نخواهید که با کثافت متحد شویم. نگویید که فقط 2 قرائت و 2 راه دارید. راه فقط ما هستیم. آن 2 راهی که شما میگویید به چیزی جز کثافت فاشیسم منجر نمی شود. فریاد ما از روی درد و شعر و شعور است. من هیچ انقلابی جز انقلاب شعوری و جز دانایی نمی شناسم. فقط معرفت و شناخت است که می تواند باعث انقلاب شود. پوپولیسم، فاشیسم و کثافت از پس براندازی برمی آید، ولی بوی از انقلاب نبرده است. آنها حتی وقتی که از دموکراسی حرف میزنند راه‌های مختلفی پیشنهاد می‌کنند، ولی همه آن راه‌ها باید به یک جا ختم شود و آنجا خانه خودشان است. مثل این میماند که شما جمهوری‌خواه، شاهخواه و یا هر چیز دیگری باشید، اما فقط یک نفر، یعنی رضا پهلوی، برای شما چهره ملی باشد. رضا پهلوی کیست؟ آدمی لومپن؟ نه ببخشید، شاه پسر است. این فردپرستی ناشی از بلاهت است. جای گریه دارد که یک نفر همه را سر کار گذاشته. لومپنی به نام شهرام همایون در تلویزیون خود اعلامیه داده بود که هر کس به ورشو برود
و یک پلاکارد در دست بگیرد که روی آن نوشته رضا پهلوی و همزمان شعار جاوید شاه سر بدهد $950 میگیرد. او در آخرین مصاحبه با رضا پهلوی گفت: آقای پهلوی، شما تاکنون هر کاری که انجام داده اید موفق بوده است. چطور میتوان برانداز بود اما با هیچ کس مخالفت نکرد؟ از رضا پهلوی مخالفت، اکت و حتی علاقه به اکت هم ندیده ایم. او فقط همه چیز را معطل کرده. صد رحمت به کروبی و میرحسین موسوی. پهلوی از آنها فناتیکتر است. از طرفی میگوید من نمیخواهم شاه و رئیس جمهور شوم و از طرف دیگر هر کاری را که میخواهد انجام میدهد. بعد میگوید کسانی را که مبارزه میکنند تایید نمیکنم. ما باید نرم باشیم. آنها برادران پاسدار ما هستند. به بسیجیان و پاسدارها گل بدهید و بگویید ای برادران به ما بپیوندید. بعد میگوید ققنوس برای 50 سال آینده برنامه دارد. ققنوس اشاره به پروژه رضا پهلوی برای بازسازی ایران است. این مطلب خلاصه از اهداف ققنوس است. ببینیم ققنوس میخواهد دقیقاً چه کاری انجام دهد. تا سر مطالبی درباره پروژه ققنوس، صفحه 56. چپ ملی، نویسنده علی عبدالرضایی، پخش فایل صوتی، کتابخانه اینترنتی آقای بوف. agayaboof.com. صفحه 56. مطالبی درباره پروژه ققنوس. ققنوس سازمانی بدون عمل سیاسی است که مستقل از هر فرد و گروهی پیشنهاد سیاسی می‌دهد. برنامه‌های ققنوس برای بعد از براندازی است، یعنی برای بعد از انقلاب. حالا اهداف ققنوس چیست؟ مبتکر آن کیست؟ شیخ شخیص و نجات دهنده و منجی عالم بشریت جناب رضا پهلوی. در ادامه میگوید پروژه ققنوس اولین جمع و نشست علمی جهان است که دانشمندان آن برای ساخت کشوری پس از گذار برنامه دارند. توجه کنید، اولین هستند و طراح آن رضا پهلوی است. اینها همگی برای عوام است تا به آنها بگویند ببینید شاه ما چه برنامه‌هایی دارد، در حالی که او هنوز شاه نشده است. به ادبیات این پروژه خوب توجه کنید. میگوید برای ساخت کشوری پس از گذار، نمیگوید براندازی. گذار همان واژه جمهوری اسلامی و اصلاح طلب هاست که به ملازاده حسن شریعت مداری پیشنهاد شده است. در ادامه میگوید اعضای ققنوس پس از گذار از یک انقلاب و تغییر رژیم به هر دلیل با هم همکاری میکنند. یعنی این جمع دارن تخیل میکنند که پس از انقلاب و تغییر رژیم باید چه کارهایی بکنند. مسئله این است که اینها دست به هر کاری میزنند که جمهوری اسلامی بماند. حتی نیروهایی را که کارساز هستند خواجه و بدنام کرده و از تمام رسانه‌های خود علیه آنها استفاده میکنند و با دروغسازی و جعل صدا دست به تخریب افراد فعال میزنند. پوپولیسم چه کار میکند؟ پوپولیسم یعنی فریب دادن مردم. یعنی اولین چیزی که سیاستمدار ایرانی یاد میگیرد. دروغ و ریاکاری نیز در خدمت پوپولیسم است. اولین هدف پروژه ققنوس رساندن ایران به سطح 5 کشور برتر دنیا در زمینه گردشگری با توجه به ظرفیت‌های مشهود کشور عنوان شده. می‌دانید این یعنی چه؟ یعنی اول باید فرهنگ اسلامی را از بین ببریم و اگر توریست به آنجا آمد و برای مثال در کافه‌ای با خواهر کسی دوست شد، برادر او چاقو بر ندارد و به جان توریست نیفتد. آیا چنین کاری را می‌شود 1 ساله، 2 ساله یا 4 ساله انجام داد؟ این پروژه فرهنگی است و به آسانی قابل انجام نیست. کشور توریستی نباید دیدگاه محدودی نسبت به سکس داشته باشد. پس کار فرهنگی باید صورت بگیرد و لازمه آن تفکیک اجتماعی خواهد بود. آنها فکر می‌کنند به راحتی و 2 سال پس از انقلاب می‌توانند چنین برنامه‌ای را اجرا کنند. برای تحقق این پروژه حداقل باید 40 سال کار کرد. دومین هدف پروژه ققنوس عبارت است از ایجاد شبکه قطار سریع و سیر برقی بین تمام مراکز استان‌های کشور. باز هم شعار پوچ.
برای انجام این پروژه باید پول و قدرت در دستتان باشد و این پروژه هم برای حالا نیست. چه کاری می‌خواهید برای انقلاب انجام دهید؟ وقتی انقلاب که کشور دچار بحران می‌شود، برای آن چند هفته و یا چند ماه و یا چند سال آینده چه برنامه‌ای دارید؟ آنچه که شما میگویید مربوط به 50 سال بعد است. برای ایجاد شبکه قطار سریع و سیر، اول باید مدرنیسم داشته باشید. یعنی اول طراحی می‌خواهید و طرح می‌کنید، پس از آن مدرنیزیشن لازم است. یعنی این طراحی در ذهن شما باید اجرا شود و اجرای اصلی هم کارگر و پول و زمان می‌خواهد. وقتی هم اجرا شد، بعدش بهره برداری می‌شود و نام محصول مدرنیته است. ققنوسی‌ها نه به این موضوع فکر کردند و نه آن را اجرا کردند، اما می‌خواهند محصول را به شما ارائه بدهند و این یعنی پوپولیسم مطلق. سومین هدف این پروژه عبارت است از رساندن ظرفیت فرودگاه‌های ایران به 10 فرودگاه برتر دنیا. چه مزخرفی از این فجیع‌تر. یعنی در ایران فرودگاهی داشته باشیم که با فرودگاه فرانکفورت یا فرودگاه امارات رقابت کند. با آن پولی که امارات خرج کرده و با آن همه مهندس انگلیسی که آنجا کار کردند. البته هیچ کدام از اینها غیر ممکن نیست، ولی این چیزها وعده سرخرمن است. یعنی من برای 50 سال شاه بشوم. شما حتی اگر رئیس جمهورم بشوید برای مدت 4 سال است. پس باقی آنچه می شود. چه کسی گفته که باید با نوچه های شما یا مطابق سلیقه شما کار کنند؟ همه اینها وعده های الکی است. ققنوس یعنی همین. این خلاصه چیزی است که خودشان ارائه کردند. در هدف 4 میگوید تبدیل بندر چابهار به پرترافیک ترین بندر تجاری جهان بعد از شانگهای با توجه به موقعیت آن. در حال حاضر بندر چابهار تحت اجاره کشورهای دیگر است و در این بندر هند و چین در حال مانور دادن هستند. ما با رویابافی و چرندیات طرف هستیم. تبدیل بندر چابهار به پرترافیک ترین بندر عالی است، اما چنین کاری پول و زمان و پروژه می‌خواهد. این نگاه ایدئالیستی بسیار خوب است، ولی برای این ایده باید فکر کرد و به نتایج آن اندیشید. ما هم می‌توانیم ماکروسکوپیک نگاه کنیم، اما این درمان درد ما نیست و صرفاً ریاکاری است. چنین کارهایی به درد انتخابات ریاست جمهوری می‌خورد. پیشترها درباره کیچ بحث مهمی ارائه دادم که همه باید آن را بشنوید. تقریبا سال 2006 و 2007 بود. کامرون هنوز رهبر کنسرواتیو ها نشده بود. من می دیدم که هر وقت با او مصاحبه می کنند، او سگی را نوازش می کند، بچه‌ای را بغل می کند یا به خانمی احترام می گذارد و به او بها می دهد. همه این رفتارها نمونه از رفتارهای کیچ هستند. مردم چنین رفتارهایی را دوست دارند، ولی اینها سطحی و نمایشی هستند. مانند آن فیلمی که از احمدی نژاد پخش شده. او در کیسه پول خود دست میبرد و به آن دختر خوزستانی فقیر پول میدهد و در واقع گداسازی را رواج میدهد. همین اکت ها باعث شده امروز در ایران زباله‌گرد داشته باشید. در حالی که در آن سالها با لذت میگفتید به احمدی نژاد رأی دهید چون به فکر مظلومان است. نه، او فقط گداساز بود، مثل خمینی که مدام از مستضعفان میگفت. وجود گدا و زباله‌گرد در کشور ما محصول همان نگاه کثیف است. 5مین هدف پروژه ققنوس اینطور عنوان شده: تبدیل کویر لوت به بزرگترین مرکز تولید انرژی خورشیدی جهان. ما ایران آنارشیست‌ها کویر لوت را برای زوجهای ملایی می‌خواستیم تا مانند قوم لوط در آنجا هم به زندگی خود برسند و هم انرژی خورشیدی تولید کنند. پس در اجرای کردن این پروژه به شما یاری می‌رسانیم. 6مین هدف عبارت است از رساندن سطح دانشگاه ایران به سطح 100 دانشگاه برتر دنیا. هیچ کدام از اینها پاسخ مطالبات مردم نیست. درست است، مردم ما به بسیاری مطالبه علمی دارند، اما اینها همه وعده سرخرمنند. همه چیز بسیار عالی است، اما چون این وعده ها بسیار عالی‌اند، الکی‌اند. چنین وعده هایی با تمهید ما، یعنی با آن سرمایه و بدهکاری که داریم و با آن سوراخ‌هایی که در کشور است، همخوانی ندارند.
هنوز خیلی کار داریم و قطعاً تا لحظه‌ای که ایران به دست ما برسد بیش از پیش چپاول خواهد شد. رضا پهلوی نمیگوید که ما سعی می‌کنیم برای کثافتکاری‌های جمهوری اسلامی جهت بازپسگیری دریای خزر مبارزه کنیم، چون اگر این حرف را بزند روسیه را عصبانی می‌کند. او هرگز نمیگوید که ما راه حل‌هایی برای اقدام در دادگاه لاهه پیدا می‌کنیم که طبق آن قرارداد ترکمنچاینیز را لغو و حقوق سلب شده از ایران را بازپس بگیریم و خیانت 40 ساله جمهوری اسلامی را جبران کنیم. چون چین ترسناک است، روسیه ترسناک است و برای او شاخ می‌شوند. اینها پروژه‌های نزدیکند و او می‌تواند با روی کار آمدن حکومت تازه جلوی بعضی از ظلم‌ها و خیانت‌هایی را که جمهوری اسلامی کرده بگیرد و به واسطه پشتوانه مردمی آن مباحث را پیگیری کند. کارهایی که شدنی و زود پاسخده هستند، ولی سختند و آنها نمی‌خواهند کار سخت کنند، بلکه قصد دارند مانند ملاها وعده ماکروسکوپیک یا همان وعده سرخرمن بدهند. رساندن سطح دانشگاه به 100 دانشگاه برتر دنیا. می‌دانید یعنی چه؟ در انگلیس 100 دانشگاه برتر وجود دارد و در آمریکا 30 دانشگاه برتر. برای اینکه دانشگاه‌ها تجهیز شوند باید سرمایه‌گذاری کرد. این سرمایه از کجا می‌آید؟ مدت بسیاری طول خواهد کشید تا بتوانید آن سرمایه را به دست بیاورید و ایده‌ای وجود ندارد که بگوید این سرمایه از کجا می‌تواند به دست بیاید. همه این طرح‌ها خوبند اما برای 50 سال آینده هستند. آیا رضا پهلوی تا 50 سال آینده عمر می‌کند؟ مانند برنامه‌های جمهوری اسلامی است که 20 سال اول، 20 سال دوم، 20 سال سوم و با هر 20 سال جلو رفتن بیشتر شکست می‌خوریم. سنگ بزرگ علامت نزدن است. هفتمین هدف اینطور عنوان شده: کمک به حفظ و بازسازی محیط زیست تخریب شده کشور. کمک نه، ما باید کاری اساسی انجام دهیم که دوباره طبیعت احیا شود و این طرح باید هر چه زودتر انجام شود. ضروری است که تمام فعالیت‌های ما اکولوژی محور باشد و اولین طرحی که باید دنبال شود بازسازی محیط زیست است. احیای هوا و محیط زیست تخریب شده کاری صعب است. طبق اسناد افشا شده سپاه پاسداران به کمک روسیه در فعالیت‌هایی که جهت آزمایش بمب اتمی داشته آلودگی را به آب و هوای کشور تزریق کرده است. در حال حاضر گفته می شود که آب و خاک ایران سرطانزاست و دلیل اصلی خودکشی شدن دکتر کاووس سید امامی تحقیقات او در این زمینه، یعنی در زمینه دفن زباله‌های اتمی روسیه در خاک ایران بوده است. ما در ایران آلودگی سرتاسری داریم، یعنی هم آلودگی آب و هم آلودگی هوا. پروسه حاملگی پوچ که در تهران سر و صدا کرده، یعنی اینکه از هر 3 زن باردار یکی بارداری پوچ دارد، به خاطر همین آلودگی هاست که از آن حرفی زده نمی شود. در ایران کارهای بسیاری برای انجام دادن داریم تا بتوانیم کشور را به سلامت عادی برسانیم. حتی تمایلات جنسی مردان ایرانی به شدت پایین آمده و این هم یک معضل است. در واقع با انواع امواج رادیواکتیو کشور را نابود کردند. مردم و کشور ایران از هر لحاظ ترور داخلی شده اند و ما در ایران با چالشی بزرگ مواجهیم. هر لحظه باید حقیقت و واقعیت موجود را به مردم ایران گوشزد کرد. اوضاع به طرز فجیعی خراب است، طوری که به راحتی نمیتوان چیزی را ترمیم کرد. یعنی نیروهای انقلابی باید جان بگذارند و این کار فداکاری بزرگی میطلبد. باید کسانی را داشته باشیم که انسان دوست و وطن دوست باشند. این که میگوییم ایرانی ها ستم دیده ترین و مظلوم ترین موجودات حال حاضر جهانند بیهوده نیست. چون مردم ایران در طی این 40 سال از درون ترور و آلوده شده‌اند و آن مردم از درون حمله شده. در واقع در ایران یک نسل کشی نرم اتفاق افتاده و در این باره با مردم ایران صحبت نشده است. انقلاب سکسی و حاملگی‌های پوچی که در آنجا اتفاق افتاده مهار نشده است. آدم‌های وطن دوستی مانند کاووس سید امامی وقتی فاجعه‌ای را کشف می‌کنند به جای تقدیر از آنها کشته می‌شوند و هیچ کس هم علت مرگشان را پیگیری نمی‌کند. چه تعداد از تلویزیون‌های خارجی در مورد مرگ او گزارش و تحقیق داشتند؟
جز گروه ما کدام گروه تلگرامی یا سیاسی را دیده اید که ماجرای محیط زیست را دنبال کند؟ فاجعه زباله اتمی چقدر دنبال شده است؟ جز گروه ما که بارها در این زمینه هشتگ زدیم و کار کردیم، آیا گروه دیگری را می‌شناسید که در این زمینه کاری کرده باشند؟ این که ما در ایران اکوسوسیالیسم را جایگزین سوسیالیسم کرده ایم و قرائتی تازه را پدید آورده ایم برای چیست؟ برای آنکه اوضاع بسیار خراب است و در شرایطی نیستیم که امید کاذب بدهیم و به مردم بگوییم همه چیز درست می شود، شما آرام باشید، گله رام باشید و فلان کار را نکنید. برادران پاسدار قاتلان ما هستند. نیروی در ایران بسیج شده و کمر به قتل ایرانیان بسته است. اینها 1400 سال با ایرانیان جنگیدند تا به این سطح رسیدند. ما از درون ترور و نابود شده ایم و هرچه سریعتر باید به فکر نجات باشیم. اما متاسفانه هیچ رسانه‌ای به این مشکلات نمی‌پردازد. به مردم گفته نمی‌شود که مبارزه کنید. وقتی به شما میگویند که یکی از 5 کشور توریستی آینده خواهید بود و بهترین بنادر جهان را خواهید داشت، یعنی دارند شما را احمق فرض می‌کنند. این شیوه تحریک کردن ملاهاست. یعنی هیچ غلطی نکنید، امیدوار باشید، همه چیز درست خواهد شد. در حالی که زمانی همه چیز درست می شود که شما مزدوران دست از خیانت بردارید. تک تک شما در حال خیانت به انسان و نسل‌های آینده هستید. چپ باشید، راست باشید، هر چه که باشید دارید خیانت می کنید. شما هیچ راهی ندارید جز این که بجنبید و مبارزه کنید. باید از ملا حالتان به هم بخورد، چون آنها نوادگان و مجریان طرح‌های محقق کرکی هستند. کرکی فرد عقده‌ای و مریضی بود که به جان فرهنگ ما افتاد. پیش از او رافضی بودیم و در نقد از هجوم اسلام می نوشتیم و بحث می کردیم. او از سیستم رافضی استفاده کرد و به جای که فرهنگ اسلامی را زیر سوال ببرد، همه چیز را به ترکیبی از کثافت اسلام و زرتشتی و اراجیف بدل کرد. ما به بسیاری کثافت داریم. وقتی که از ایران باستان حرف میزنیم به این معنا نیست که کثافت نداشته ایم. 50% از همان فرهنگ ضد انسانی بوده و 50% دیگرش خوب بوده که آن بخش خوب را زرتشتیان برداشتند. آنجا که مانی می آید و با طرح ثنویت خدای شر را تعریف می کند، یعنی 50% کثافت وجود داشته که او حرف از خدای شر می زند. جامعه ما جامعه تماما نیکی نبوده، ولی همان 50% شر جامعه ایرانی را بر می دارند و با 50% شر جامعه عربی ترکیب می کنند و از ترکیب این دو شر کثیف تشیع را به دست می دهند و بلاهای بسیاری را بر سر ما می آورند. 40 سال اخیر اوج این کثافتکاری ها بوده که از عهده هیچ تخیلی بر نمی آید. یعنی هیچ تخیلی نمی تواند در طی این 40 سال تا این اندازه به کشوری ضربه بزند. در ایران باید بسیار کار کنیم و عملگرا باشیم. راحت است که روی دیوارها بنویسید زباله اتمی. در تحقیقاتی که از محیط زیست صورت گرفته، سوسمار 10 پا دیده شده یا گیاهی که دچار جهش ژنتیکی شده. اینها همه ضایعات و نشونه‌های از آلودگی‌های اتمی و رادیواکتیویته هستند. کشور ما سرشار از آلودگی‌های رادیواکتیویته شده. آنها برای نابودی ایران پیشاپیش تمهید طرح کردند. سپاه پاسداران و سرداران سپاهی که ضد ایران و ضد ایرانی‌اند برای قتل شما مبعوث شدند. بعد رضا پهلوی میگوید من دیشب با سرداران سپاه صحبت کردم. سپاهی‌ها که ایرانی نیستند و بوی از ایران نبردند. آنها کثافتند، نه انسان. تا کی باید احمق‌ها مردم را فریب بدهند؟ آدم‌هایی که وقتی حرف میزنند دچار حالت تهوع میشوید. باید یک جایی برای خود مسئولیت قائل شوید. شما شهروند ایران هستید و آنجا متولد شده اید و از هوا و زمین آنجا استفاده کرده اید. حقوق تک تک شما بین 3 تا 5 میلیون تومان است. یعنی چیزی حدود $360. روزی $12 حقوق شماست. اگر استاد دانشگاه باشید باید برای هر ساعت تدریس $28 به شما پرداخت کنند. $12 خرج یک ساندویچ است. شما باید به فکر خودتان باشید.
کار شما مخالفت و جنگ است. جنگ با قصاب و غاصب آغاز شده است. در ایران حکومتی بیگانه بر مسند قدرت نشسته. وقتی که کاووس سید امامی را خودکشی می‌کنند، یعنی اینکه او روی پاشنیل آشیل جمهوری اسلامی انگشت گذاشته و روسیه و چپ‌ها نگذاشتند که حتی صدایش هم در بیاید. تلویزیون BBC و منوتو و دیگر تریبیون‌ها صدایش را در نیاوردند، چون همه از روسیه می‌ترسند. روسیه یعنی مافیا و کثافت. چین هم از روسیه بدتر است. شما ظاهراً قضایا را می‌بینید، در باطن عروسک‌هایی می‌آیند و عروسک گردانی می‌کنند. حقیقت فقط یک چیز است: با جمهوری اسلامی باید جنگید. اگر ما می‌گوییم دیوار نویسی کنید، چون این کار ترستان را از بین می‌برد. شما باید جنگی تمام عیار را کلید بزنید و هیچ راهی جز این ندارید. هر کس راهی جز این پیشنهاد بدهد دروغگوست. تنها در کشوری که بستری از دموکراسی مشاهده شود و در آن تعریفی از انسان به دست داده باشند، عملیات و مخالفت نرم جواب می‌دهد. مثلا در کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه. ببینید در فرانسه جلیقه زردها چه کار کردند. آنها به تمام حقوق خود رسیدند و حالا هم خواستار حکومت کردنند و از رئیس جمهور می‌خواهند که استعفا بدهد. آنها اساساً ضد تمام احزاب هستند، اما خودتان را با آنها قیاس نکنید. آنها غیر ممکن را می‌خواهند. فرانسه ساختار دارد، ولی کشور ما هنوز عقب مانده و فاقد ساختار است. حکومت فرانسه با وجود داشتن همه چیز عقب نشینی کرده و باز مردم به حکومت میگویند بیلاخ. در آنجا مردم در عملیات‌های خود پلیس را زخمی می‌کنند. این در حالی است که پلیس‌های فرانسه مهربانند. اگر 1/100 از خشم جلیقه زردها در ایران بروز کند، تمام اپوزیسیون نماهایی که خود را برانداز جا زده‌اند با شما مخالفت می‌کنند و می‌گویند شما تروریست هستید. خشونت را تولید می‌کنید و می‌خواهید مردم را سرکوب کنید. شما ضد انقلابید. در نتیجه انقلابی ابژه‌ای سرمایه‌داری می‌شود. انقلابی‌ها فرودستان هستند. همه آنهایی که کار به استخوانشان رسیده است. بعد مزدورها رهبر انقلابی‌ها را پسر شاه رضا پهلوی جا می‌زنند. در ایران به بسیاری کثافت داریم و همه این را می‌دانند. بیشتر روشنفکران خودشان را به نفهمی زدند و می‌ترسند. حتی آنهایی هم که در اروپا هستند، منافعشان تأمین می‌شود و فقط پول می‌گیرند. شخصی تا دیروز می‌گفت من چگورا هستم، ترانه‌های سیاسی می‌خواند و مقالات سیاسی می‌نوشت، اما حالا ترسیده و عارف شده و می‌گوید خوب باشید، نرم باشید، کله آرام باشید. در واقع میگوید اساساً وقتی که من سکوت میکنم، در سکوت لایزال حوصله سر و صدا را ندارم. انقلاب یعنی سر و صدا. من حالا در حال فکر کردن هستم. مرا صدا نکنید. ما با جاکش‌ها، بسیجی‌ها، میانمایه‌ها، طبقه متوسط و در یک کلام با سیطره سطح طرف هستیم. فقط اقلیت انسانی میتواند به داد ما برسد، نه اقلیت کمونیستی، کاپیتالیستی و لیبرالیستی. ما برای رعایت انسان می‌جنگیم، برای خواسته هایی که داریم، چرا که می‌خواهیم انسان تلقی شویم. تا کی از درون ترور شویم و به ما خیانت شود؟ از این که همچنان بین دو نقطه شاه و شیخ قرار بگیریم منزجریم. مانند یویو با ما بازی کردند. آن همه انقلاب کردیم و در نهایت یا شاه آمد یا شیخ. هر دوی اینها جاسوس و کثافتند. 1400 سال بس نبود. دوالیسم روحانیت و روحانیون در آخر به دوالیسم اصولگرا و اصلاح طلب بدل شد. شعور انتخاب مردمی را تعریف می کند. وارد میدان می شود و می گوید نه اصولگرا نه اصلاح طلب. تحقیق کنید و ببینید این شعار متعلق به کیست و از کجا می آید. چرا این شعار همه گیر می شود؟ چون پشت این شعار شعور است. در واقع روشنفکری این شعار را تولید و خودش را از این دوالیسم خارج کرده است. چون هر دوی این دوالیسم متعلق به سرمایه یا همان نولیبرالیسم مذهبی است. ما مردم را از این دو قرائت خارج کرده ایم و نام انتخابشان را قیام فرودستان گذاشته ایم.
عده زیادی قصد داشتند که این نام را از ما کش بروند. هنوز هم می‌خواهند. براندازی را ما وارد صحنه کرده ایم. رضا پهلوی میگوید دوران گذر. اما ما براندازیم و برانداز یعنی خشم محور. ما براندازیم. مدام این جمله را با خود تکرار کنید. من براندازم. فقط خشم است که راه باز می کند. هیچ راهی برای ما باقی نمانده. تنها راه گریز از کثافت 1400 ساله مبارزه خشم محور و یا مبارزه خشمگین است. اگر تعداد هسته شما کم است، آن را زیاد کنید و عملیات انجام بدهید. شما باید به گروه بدل شوید و هیچ راهی جز این ندارید. کشور شما طلاست. چرا باید آن را ترک کنید و به تعدادی آدم کثافت و احمق بسپاریدش و بیگاری بکشید تا در پارک های یونان با پرداخت 10 یورو به شما تجاوز کنند؟ اشاره به رفتار بد دولت یونان با مهاجران است. فقط برای اینکه بتوانید حداقل‌ها را داشته باشید، غرور شما آنجا لکه‌دار و نابود شود تا دنیا، ملا و تمام کسانی که طی قرن‌ها نسبت به ایران و ایرانی حسادت داشته‌اند به ما بخندند. کدام پاسدار میتواند بگوید ایرانی است؟ جوانان کشور را وادار میکنند به یونان بروند و در آنجا بدترین رفتار با آنها میشود. این جوانان از مرگ فرار میکنند. بودن در ایران یعنی تن دادن به مرگ. اما در آن طرف مرز هم تحقیر و کثافت وجود دارد و اوضاع هر روز بدتر می شود. ایرانی ها در ترکیه تحقیر می شوند. از آن تحقیر فرار می کنند و در نهایت به چنگ تحقیر یونان می افتند. از آنجا به صربستان و به آلمان می روند و تحقیرهای بعدی آغاز می شود. و در این میان ایرانی است که مدام دارد همه چیزش را می بازد. چون به دام حقارتی به نام ملا و شاه افتاده. در واقع هرچه میکشیم از دست شیخ و شاه است. وقتی شیخ را دوشقه میکنیم دوباره از دل او شاه در میآید. از این دوالیسم باید فرار کنید و تاوان دهید. چون بدون تاوان اتفاقی نمیافتد. اساساً بدون اینکه به حقیقت برسید و از کله خود کار بکشید نمیتوانید کاری بکنید. تلخ است ولی واقعیت همین است. باید مغزتان را دوباره احضار کنید. بیشتر افرادی که در ایران هستند فکر نمی کنند و معمولاً آدمهای شعاری و سطحی هستند. همه هدف ما فوکوس روی آن 10% است که قرار است از خواب بیدار شوند. آنهایی که جرأت و جسارت دارند باید شروع کنند. حالا دیگر همه مانند شما فکر می کنند. بعد از سال 1399 در ایران جهنم خواهید داشت و اگر آن جهنم طول بکشد شاهد سیستمی ارباب رعیتی تر و فجیع تر از جمهوری اسلامی خواهید بود. کار را به جایی نرسانید که مجبور شوید تن به بلاهت دهید. دارند برای شما آشغال جمع جور می کنند. با کثافتکاری فاشیسم را جای دموکراسی به شما غالب می کنند. و تمام اینها را به چشم می بینید. من چه کسی هستم؟ مگر از روز اول به پیشنهاد شما وارد میدان نشدم؟ بالماسکه اخیر یعنی حمله به علی عبدالرضایی از طرف دیگر احزاب و تریبون‌های برون مرزی، بالماسکه اخیر را دیده اید؟ چندین گروه با رهبری یک شخص بسیج شدند که به من حمله کنند. به چه دلیل؟ چون همه کارهایشان دروغین است و ما به آنها رکب زده ایم. و در آن همه پرسی که میگفتند 90% از مردم ایران طرفدار رضا پهلوی هستند، ناگهان رضا پهلوی 47% رأی آورد و علی عبدالرضایی 51%. با خود گفتند این کثافت کیست که رأی بالایی آورده؟ باید سریعتر گردن زده شود. بحث اینها دموکراسی نیست، بلکه یک خودخواهی فاشیستی است. پشت پرده فاشیسم و کثافت وجود دارد و در این میان نجات دهنده خود مردم هستند. ما به جای رسیده ایم که شخص برای ما زهر است. فرد یعنی کثافت. پشت فرد نایستید. اگر هم با فردی همراه هستید به محض اینکه یک قدم کج برداشت او را له کنید. ما هیچ راهی جز مبارزه سریع نداریم. دیگر خسته شده ایم از بس ضرر کرده ایم و
تاوان داده ایم. شما را مانند گورباغه‌ای به آب انداختند. حرارت ماهیتابه هم دارد زیاد می شود. آب به مرور در حال گرم شدن است. اما نمی‌فهمید چه بلایی دارد بر سرتان می آید. دارید به نقطه مرگ نزدیک می شوید و نمی‌فهمید اوضاع خراب است. باید اکتی انجام دهید. از آن تابه لعنتی بپرید بیرون. مرگتان در چند قدمی شماست. بلاهت را پس بزنید و شروع کنید. عده‌ای میگویند عبدالرضایی دلمان برای شعرهایت تنگ شده. آخر من چه بنویسم؟ من خود شعرم. میگویند عبدالرضایی فحش نده، به تو نمی آید. غافلند که حتی این فحش هم خود شعر است. فقط یک دجال میتواند این همه حسیت و دلسوزی را که در حزب ما خرج می شود ببیند و تکان نخورد. در قیام فرودستان ما از یک فرصت استفاده کردیم و در بیش از 150 شهر همزمان پخش شدیم. کافی بود آن پروسه ادامه پیدا کند و فریب نخوریم. ولی اینگونه نشد. ناگهان محسن مخملباف به صحنه آمد و گفت اگر رضا پهلوی بیاید من محسن چریک میشوم. در واقع مردم را گول زدند و جریان ما را مصادره کردند. آن جریان خشم محور که در دنیا بسیار غوغا کرد. جمهوری اسلامی را به طور مطلق کنار زد و گفت نه اصولگرا نه اصلاح طلب. اما ناگهان نه این و نه آن به شازده رضا پهلوی بدل شد. شازده هم که از خودشان است. چه چیزی باعث شد که آن جریان پیش برود و این همه تغییر ایجاد کند؟ خشم آن مردم. آن عملیات خشم محور بود. در 2 خرداد مخالفت با رأی را داشتیم و در کوی دانشگاه مرگ را. تمام کسانی که در جریان کوی دانشگاه دانشجوها را سرکوب کردند حالا در درگاه شازده هستند. از مشاوران او به شمار می روند و یک پیشوند دکتر قبل از اسمشان ظاهر شده است. ما در قیام فرودستان خوب پیش می رفتیم و رهبر هم نداشتیم. آن قیام جنبشی سراسری بود. دنیا از دیدن ما حیرت کرد. چون ما برای اولین بار اسلام را کنار زدیم. گفتیم اسلام متعلق به خانه ها و مساجد است. جریانی لاییک و لایتیسیته واقعی وارد میدان شد. همه سکولار و روشنفکر بودند. حتی فقرای ما هم روشنفکر شده بودند. دیگر کسی از خدا انتظار شفا دادن و سیر کردن نداشت. مردم خیابان تشکیل شده بودند و در خیابانهای ایران خیابان فریاد شده بود. اما چرا از آن جریان عقب نشینی کردیم و فریب مدیا را خوردیم؟ چرا دوباره کثافت میداندار شد؟ میدانید تاریخ در مورد ما چه قضاوتی خواهد کرد؟ من توبه را باور نمی کنم. من باور نمی کنم کسی که مانند زالو خون مردم را خورده میتواند دوباره آن خون را بالا بیاورد. زالو باید پروار شود. آنقدر پروار شود تا بمیرد. زالو تا لحظه مرگ فقط میمکد. چون مفتخوری اعتیاد اوست و این اعتیاد را شیرین میداند. چرا باید از شیخ برویم سراغ شاه؟ اون هم چنین شاهی. آیا این شاه کاری میکند؟ شاه یعنی قلدر. شاه که خایمال و منفعل و مخنث نمی شود. شاه به دست می آورد. اگر شاه هم هستید باید بجنگید. چون شاه می جنگد و قدرت کسب می کند. این شاه چیپ رضا پهلوی نه شاه است نه جنگی است و نه کاری می کند. او فقط دلال فریبکاری است و روی آتش شما آب پاشیده. میگوید ایران عوض می شود، انقلاب خواهد شد، آمریکا خواهد آمد. و بعد وزیر خارجه آمریکا با مسیح علی نژاد و احمد باطبی دیدار می کند. اشاره به دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با این 2 شخص دارد. اگر مردم متوجه بعضی از فریب‌ها نمی‌شوند، پس نقش قشر تحصیل کرده در این میان چیست؟ اگر تحصیل کرده ها نمی‌فهمند، پس روشنفکران چه کار می‌کنند؟ اصلا چرا روشنفکران تا این اندازه چاپلوس شدند؟ چرا از هیچ کس هیچ صدایی بلند نمی‌شود؟ چرا کمونیست‌های ما تا این اندازه لال شدند، دلال شدند؟ باید از این وضعیت بالا آورد.
خیلی از مردم نمی‌دانند چه بلایی دارد بر سرشان می‌آید و اسیر چه خیمه شب بازی شده‌اند. بدتر این که خودشان هم در این خیمه شب بازی نقش ایفا می‌کنند. این نفهمی عوام تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟ با چه زبانی باید بگوییم و چقدر باید به آنها اثبات کنیم؟ پیامبر می آمد و یک بار مسئله کسوف را مطرح می کرد و همه به او ایمان می آوردند. او یک کتاب دست مردم می داد و مردم نیز در نهایت می گفتند این کتاب معجزه پیامبر است. ما 2 سال خود معجزه بوده ایم و این همه عملیات و روشنگری کرده ایم. باید همت کنید و کاری انجام دهید. عصر فرد قهرمان گذشته است. امروز ملت قهرمان، مردم قهرمان و گروه قهرمان می تواند کاری بکند. پس بجنبید که نجات دهنده خود شما هستید. چپ ملی، نویسنده علی عبدالرضایی، پخش فایل صوتی، کتابخانه اینترنتی آقای بوف. agayaboof.com صفحه 65 ایرانارشیسم و سوسیالیسم. مبنای اغلب تزهای ما در ایرانارشیسم بر پخش برابر قدرت و ثروت استوار است. اعضای ما از مردم عادی تشکیل شده و خود همین مردم برای ما عضوگیری می‌کنند. ما نگاه جزئی تری نسبت به تمام مسائل داریم و تاکنون در ایران هرگز حزبی مانند حزب ایرانارشیست مشاهده نشده. اساس کار ما سوسیالیستی است. برای مثال ما می‌خواهیم که در هر استانی وزارتخانه‌ای مستقر باشد، چون با این کار ثروت در کل کشور به طور برابر پخش می‌شود. نظر ما این است که در حزب ایرانارشیست باید جامعه‌ای تشکیل شود که اعضای آن خود مردم باشند، زیرا ما جامعه خواه، جامعه گرا و جمع‌گرا هستیم و این نشانه سوسیالیست بودن ماست. سوسیالیسم اندیشه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در آن تمام اقشار مردم باید در سود و سرمایه کشور سهمی برابر داشته باشند. مگر هدف سوسیالیسم لغو مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی بر آن ابزارها نیست؟ ما این دیدگاه سوسیالیستی را که به 2 روش مستقیم و غیر مستقیم اعمال می شود قبول داریم. روش مستقیم به این صورت است که مثلا در شیلات مالکیت به کل صیادها واگذار می شود یا مالکیت کارخانه به کارگرها داده می شود و همه آنها در آن سهم دارند. روش غیر مستقیم همان مالکیت دولتی است، البته به روش ایرانارشیستی، یعنی مردم در میزان و نوع این سوسیالیسم با توجه به تناسب فرهنگ‌ها و بیزینس‌هایی که در شهرهای مختلف دارند تعیین کننده هستند. در شکلی که ما از دموکراسی مستقیم ارائه داده ایم، سالی 2 بار در دفاتر همه‌پرسی مردم در مورد کمیت و کیفیت قوانین تجدید نظر می‌کنند، یعنی با نظرات خود جامعه و قوانین را به سمت ایدئالی پیش می‌برند. در جامعه نوکومونالیستی و ایرانارشیستی قانون ثابت نیست و بنا به خواست و نیاز جامعه توسط مردم هر لحظه قابل تغییر است. یعنی قانونگذار فقط قوه مقننه نیست، بلکه قانونگذار اصلی خود مردم هستند که در همه‌پرسی اعلام نظر می‌کنند. ما ایده های کلاسیک سوسیالیسم را بیش از سوسیالیست های کلاسیک دوست داریم، اما به سوسیالیسم رقابتی معتقد هستیم. این نوع سوسیالیسم اولین بار از انگلستان شروع شد و معتقد به حظر مالکیت فردی بر ابزار تولید، جایگزینی کارفرماهای مستقل و مدیران شرکت‌های خصوصی توسط مدیران بنگاه‌های دولتی بود. در اینجا شاهد ترکیبی از 2 سیستم مستقیم و غیر مستقیم هستیم. مثلا در قانونگذاری اگر در یک طرف قوه مقننه را داشته باشیم، در طرف دیگر هم ادارات همه‌پرسی هستند که در آنجا مردم بر قوانین وضع شده نظارت می‌کنند. دولت مرکزی یا دولت محلی شرکتی دارد که وابسته به خود آنهاست و در برابر آن شرکت خصوصی حضور دارد. در واقع آن چیزی که جایگزین مالکیت خصوصی می شود کارفرماهای مستقلی هستند که مدیرانشان،
یعنی مدیران شرکت‌های خصوصی و مدیران بنگاه‌های دولتی، یک هدف را در این ساختار دنبال می‌کنند و این فقط برای کالاهای مصرفی نیست، بلکه شامل انواع کالاهای اقتصادی نیز هست. سود حاصل از تولید بین همه تقسیم می‌شود، یعنی در آنجا رقابت در نوع بازار وجود دارد. برای اجرای شدن این سیستم و درست کار کردن آن، ما چند قاعده پیش‌فرض طرح کرده ایم. یک قاعده این است که هزینه‌های تولید تا جایی که ممکن است کاهش داده شود یا به اندازه‌ای در هزینه‌های تولید صرفه‌جویی داشته باشیم که بتوانیم قیمت حاصله را به کمترین قیمت ممکن برسانیم. در هر مؤسسه تولیدی باید تعداد تولید به گونه‌ای باشد که هزینه نهایی، یعنی هزینه تمام شده، با قیمتی که در بازار عرضه می شود یا فروخته می شود برابر باشد، یعنی با حداقل قیمت ممکن به فروش برسد. جامعه سالم و زیبا و جامعه‌ای که بیشترین رفاه و آسایش در آن وجود دارد، جامعه‌ای است که کالای تولیدی را با قیمتی که آن را تولید کرده اند خریداری کنند. در واقع در نرخ تولید دستمزد کارگر هم وجود دارد. چنین فرایندی باعث می شود که جامعه‌ای رقابتی داشته باشیم. در این سیستم شرکت‌های خصوصی را هم وارد کرده و آنها با هم بر سر قیمت و کیفیت رقابت می کنند. چگونه می توانیم با حداقل قیمت بهترین کیفیت را داشته باشیم؟ چطور می توانیم به گونه‌ای تولید کنیم که با همان هزینه تولیدی جنس را به بازار عرضه کنیم؟ چنین اکتی به معنی حذف دلال هاست و اساساً چنین سیستمی برای ایران که کشور دلال هاست بسیار ضروری است. یکی از مشکلات سوسیالیست های جهان این است که توجه ویژه‌ای به فضای سبز نمی کنند و اساساً خط فاصله‌ای با حزب سبز یا گرین پارتی دارند. سوسیالیسمی که من با آن معتقدم محصولی از ترکیب سیاست‌های سبزها، اکولوژیست‌ها و جنبش‌های ضد جهانی سازی است، نه از لحاظ فرهنگی بلکه از لحاظ سیاسی. ما بسیاری از دستاوردهای فرهنگ جهانی یا گلوبالیزیشن رو قبول داریم. مخالفت ما با آن بعد سیاسی گلوبالیسم است که استعمار می‌کند. در واقع اکوسوسیالیسم با ترکیب مؤلفه‌های چون مارکسیسم، سوسیالیسم، اکولوژی، آنتی گلوبالیزیشن و آنتی کاپیتالیسم پدید می‌آید. ترکیب اکولوژی و سوسیالیسم اکوسوسیالیسم را به دست می‌دهد که ما به آنها بسیار نزدیک هستیم. از نظر من ایران‌آنارشیست‌ها از این زاویه با اکوسوسیالیست‌ها هم عقیده‌اند، چون معتقدند که سیستم سرمایه‌داری که امروزه با آن معاصریم و کانون جهانی را در سیطره خود گرفته، باعث محرومیت‌های اجتماعی و فقر و حتی نابودی محیط زیست شده است. به دلیل کارخانه سالار بودن و صنعت محور بودن و همچنین کاهش هزینه دفع زباله‌های کارخانه، دست به کارهایی می‌زنند که باعث آلودگی محیط زیست می‌شود، مانند رودخانه بزرگ لندن که امروزه پر از زباله شده است. اگر سوسیالیسم پیشترها فقط به برابری انسانها و تقسیم ثروت و حظ مالکیت خصوصی فکر می‌کرد، امروزه در مقابل آن اکوسوسیالیسم به محیط پیرامون، حقوق حیوانات، حقوق جانوران و حقوق گیاهان نیز توجه ویژه‌ای دارد. در واقع نابودی محیط زیست از طریق جهانی سازی تحت حاکمیت سرکوبگر و ساختارهای چند دولتی است که تحقق یافته است. ساختارهای چند دولتی شبیه شرکت‌های چند ملیتی هستند. آنها شرکت‌های آزادند که می‌توانند به همه جا سفر کنند، در هر جایی فعالیت داشته باشند و همه چیز را به نفع خود مصادره کنند. به کشوری می‌روند، از منابع آنجا برای تولید محصول دلخواه خود استفاده می‌کنند و بعد آن را با سود بالا می‌فروشند. وقتی هم کارشان تمام شد، آن منطقه و آن شرکت را به حال خود رها می‌کنند و به کشور خود برمیگردند. اغلب نفراتی که مدیران شرکت‌های چند ملیتی هستند، از این طریق به سرمایه‌گاه هنگفتی دست یافتند. اکوسوسیالیست‌ها مدافع خلع سلاح اتمی و شیمیایی اند، چون این سلاح‌ها به محیط زیست ضربه می‌زنند. اما سوسیالیست‌ها چنین گارد محکمی ندارند، زیرا کشوری مانند شوروی که سوسیالیستی بود
محل بزرگ تولید سلاح‌های اتمی بوده است. ما معتقد به از بین بردن بدون خشونت سرمایه‌داری و هر گونه حکومتی که حالت اتوریته داشته و سمت محافظتی نداشته باشد هستیم. ما طرفدار حکومت کوچکی هستیم که از مردم محافظت کند و به آنها دستور ندهد. کانون تفکرات اکوسوسیالیست ها بر مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید و استقرار مجدد کمون ها یا همان مردم عادی است و قصد دارد که مردم عادی در رأس قدرت قرار بگیرند. البته مردم عادی در رأس قدرت قرار نمیگیرند، بلکه قدرت بین آنها پخش می شود. این بحث همیشگی ماست و یک این همانی با ایرانارشیست ها دارد. ایرانارشیسم قرآن نیست و هر لحظه دیدگاه خود را تازه می کند. من به سوسیال آنارشیست ها نزدیک هستم، ولی از آنها و از سوسیالیست های روسی ایرانی که به نظر من بوی از سوسیالیست نبرده اند سوسیالیست ترم. اکوسوسیالیست ها مخالف بعضی سیاست های سبز ها هستند. برخی از سبز ها ممکن است به سرمایه‌داری هم معتقد باشند، چون احیای طبیعت را محصول معامله با سرمایه‌داری می‌دانند. اکوسوسیالیست ها فکر می‌کنند که زوال سرمایه‌داری به اکولوژی و محیط پیرامون و جامعه کمک می‌کند. بلایی که در ایران بر سر آب یا محیط زیست آمده محصول سرمایه‌داری است. دولت خاتمی مالک زمین‌های یزد بود و قصد داشت که آن زمین‌ها را به قیمت بالا بفروشد. پس زاینده‌رود را به آنجا می‌برد و فاجعه‌ای به آن بزرگی پدید می‌آورد. اشاره به خشک شدن زاینده‌رود دارد. هر جا را نگاه کنید مدیریت کثیف سرمایه‌داری پشت آن وجود دارد. دلیل این مدیریت صرفاً بر اساس نادانی و بلاهت نبوده، بلکه سرمایه‌دار برای به دست آوردن سود بیشتر مشکلات زیادی در اکولوژی و محیط زیست ایجاد کرده است. مانند مشکل آب و ریزگردها در اهواز که به نفع بخشی از مزارعی تمام شد که صاحبان آنها سرمایه‌دار دولتی بودند. به تمام این موارد باید توجه کنید. ایرانارشیست ها مانند اکوسوسیالیست ها سبز و سرخ هستند. ظاهری سبز دارند ولی درون آنها قرمز، سوسیالیستی و ضد سرمایه‌داری است. اگر دقیق نگاه کنید می‌بینید که ما همزمان با ایرانارشیست بودن خود به همان نسبت اکوسوسیالیست هستیم و مانند اکوسوسیالیست ها منتقد سوسیالیست و برخی از سیاست های سبز ها نیز هستیم. در واقع ما همزمان با سرخ بودن سبز هم هستیم و برعکس. معمولا انتقاد سوسیالیست ها به ما این است که میگویند چرا باید به احیای محیط پیرامون توجه داشته باشید و انتقاد سبز ها به ما این است که شما بیش از این که به فکر طبیعت باشید به فکر زوال مالکیت خصوصی هستید. آن ترم سوسیالیستی که ما ایرانارشیست ها از آن پیروی میکنیم مخالف شدید هر گونه بوروکراسی و برخی از تئوری های سوسیالیستی مانند مائوئیسم و استالینیسم است. ولی دشمنی ما با مائوئیسم و استالینیست ها بسیار کمتر از ضریب مخالفتمان با کاپیتالیسم دولتی است که مخالفت جدی ما را شامل می شود. چیزی که اکوسوسیالیسم را جذاب می کند ترکیبی است که اکوسوسیالیسم با مسئله بوم، محیط و مردم پیرامون دارد. در واقع اگر سوسیالیسم به مردم جامعه توجه می کند و جامعه را جمع مردم می داند، توجه ما در بوم شناسی یا همان اکولوژی به طبیعت است. مردمی که در یک شهر زندگی می کنند فقط مردم یک شهر نیستند. شهر آن مردم هم هستند. یعنی شهر و مردم با هم زندگی می کنند. شهر شیء نیست. شهر نفس می کشد و هر لحظه تغییر می کند. پس در نتیجه شهر هم باید احیا شود. سوسیالیست ها معمولاً به شهر و محیط توجه ویژه‌ای ندارند، ولی اکوسوسیالیست ها به همان اندازه که به مردم توجه دارند به طبیعت و احیای طبیعت پیرامون نیز توجه ویژه نشان می‌دهند. خلاصه اینکه ما طرفدار دستیابی مردم عادی یعنی کل مردم به قدرت و مخالف از بین رفتن مالکیت خصوصی هستیم. سوسیالیست ها مالکیت خصوصی را رد می‌کنند و مالکیت دولتی را جایگزین آن می‌کنند. ما دو نوع مالکیت عمومی را دنبال می‌کنیم، مستقیم و غیر مستقیم.
و مالکیت مستقیم را بر غیر مستقیم ترجیح می‌دهیم. مالکیت غیر مستقیم آنجاست که دولت صاحب همه چیز می‌شود. ما انجمنها را صاحب می‌دانیم. اگر در شهری یک کابینه و هیئت وزرا داشته باشید که وزرای مختلفی در آن شهر حضور داشته باشند، همزمان در آنجا انجمنهای مختلفی خواهید داشت. یعنی شهروند یک شهر به ناچار باید در چندین انجمن عضو باشد و این انجمنها صاحبان اموال و دارایی‌های آن شهر هستند. در نتیجه ثروت از این طریق بین مردم پخش می‌شود. در سیستمی که ما طراحی کرده ایم همه چیز به هم مربوط است. اکوسوسیالیسم برای ما بسیار کاربردی است، چون ایران کشوری خشک و بیابانی است که از نظر جغرافیایی یکی از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود. کافی است نگاهی به نقشه بیاندازید. در واقع ما جز نفت و گاز و تعدادی معدن منابع دیگری نداریم و از نظر حاصلخیزی صفر هستیم. فقط برخی از مناطق مناسب کشت هستند. کشور ما آب ندارد و آب بزرگترین ثروت هر کشور است. وقتی آب نباشد دچار مشکل خواهیم شد. حکومت و سیستم بعدی که قدرت را در دست میگیرد ناگزیر است بیشتر از آنچه که به مردم توجه دارد به طبیعت و اکوسیستم و احیای محیط پیرامون توجه داشته باشد. در میان ایران آنارشیست‌ها دانشمندانی هستند که در این سیستم فعالیت می‌کنند و هر روز ایده‌های تازه‌ای را مطرح می‌کنند. کسانی که در بهترین دانشگاه‌ها در حال تدریسند. ما به امنیت محیط فکر می‌کنیم. در اکوسوسیالیسم امنیت محیط زیست مانند امنیت انسان‌ها اهمیت دارد. آن هم برای کشوری مانند ایران که رو به نابودی است. تمام بدبختی که طی 110 سال گذشته گریبانگیرمان شده این بوده که در انقلاب مشروطه راهکار اقتصادی نداشته ایم و به سوسیالیسم کاملا بی‌توجه بوده ایم. امروزه بیشتر کشورهای دنیا به رهیافت‌های سوسیالیسم توجه دارند. در تمام کشورهای اروپایی بخشی به نام سوشیال ورکر وجود دارد. سوسیالیسم یعنی جامعه خواهی و مردمگرایی. سوشیال ورکر یعنی کارمندی که به مردم خدمت می کند. در تمام شهرها کارمندانی وجود دارند که به مردم خدمات رسانی می کنند و از دولت حقوق می گیرند. 1/10 از کارهای خدماتی که در اروپا هست در ایران وجود ندارد. بسیاری از سلطنت طلبها می گویند ما می خواهیم حکومتی مانند سوئد داشته باشیم. در سوئد و تمام کشورهای اسکاندیناوی تفکر خدمت رسانی درونی شده است. چگونه میتوان در جامعه‌ای که هیچ شناخت و درکی از سوسیالیسم ندارد حکومتی سلطنتی پارلمانی داشت؟ اگرچه اکنون نیز چنین حکومتی در ایران وجود دارد. مردم به صورت نمایشی پارلمان را انتخاب می‌کنند و ملاشاه خامنه‌ای هم در رأس حضور دارد. تفاوت ما با کمونیست‌ها این است که آنها ممکن است بخشی از این حرفها را برای رسیدن به قدرت و جلب آرای مردمی بزنند، ولی ما به دنبال قدرت و مقام نیستیم. ما ضد هر گونه مقام و قدرتیم. یک ایران آنارشیست هرگز نماینده مجلس، رئیس اداره یا شهردار نمی شود. او منتقد است و جایگاه نقد از نظر اجتماعی آنقدر اهمیت دارد که باید این جایگاه را حفظ کند. اگر دقت کرده باشید ما تاکنون با صفر پیش رفته ایم. فقط عشق به انسان است که در اینجا خدمت کردن را عزیز می کند. یاران ما شبانه روز بدون کوچکترین حقوق و چشم داشتی در حزب ایران آنارشیست فعالیت می کنند. آنها حتی به شهرت هم نمی رسند و به آن بی‌توجه‌اند. چه عشق و انگیزه و یا هدفی است که باعث آن همه تلاش می شود. آنها در جنبش و حزبی فعالیت می کنند که ادعایی در آینده قدرت ندارد و اساساً در پی قدرت نیست. پس چرا مدام زحمت می کشند؟ آنها مگر ایرانی نیستند؟ مگر ایرانی ها بدون کسب چیزی برای کسی کاری می کنند؟ آیا می توانید چنین چیزی را تخیل کنید؟ این محصول درک اکوسوسیالیسم و ایران آنارشیسم است. ما هیچ چیز برای خود نمی خواهیم و همه چیز را برای همه می خواهیم. ما تا امروز هرگز برای خودمان نجنگیده ایم. به همین خاطر من تعجب می کنم که گاهی یک بسیجی و یا یک لومپن کرواتی در دفاع از خامنه‌ای و یا رضا پهلوی به من فحاشی می کند. من با خامنه‌ای و رضا پهلوی مشکل دارم،
اما با این فحاشان هیچ مشکلی ندارم. امثال پهلوی و خامنه‌ای پول این مردم را دزدیدند. من با آن 40 نفر جوان که تشکیل گروهی، اشاره به اعضای گروه فرشگرد دارد، من با آن 40 نفر جوان که تشکیل گروهی داده‌اند مشکلی ندارم. آنها احتمالاً در انگلیس، کانادا، اسرائیل یا آمریکا دانشجو هستند و می‌خواهند شهریه دانشگاه خود را بپردازند و زندگی کنند. آنها می‌گویند کشور ما کشوری ملازده است و هر حکومتی که روی کار بیاید بهتر از حکومت‌های پیشین است. به همین دلیل ما از رضا پهلوی و دیگر حکومت خواهان و یا جنگ طلبان حمایت می‌کنیم، حتی اگر به نفع آمریکا باشد. آنها امید دارند که شهردار، وزیر یا نماینده مجلس بشوند. با خود میگویند به هر حال 40 نفر هستیم، پس هر کاری که لازم است انجام میدهیم. مسئله دیگر این است که برای مردم ما بعضی از اصول روشن نشده. اگر این اصول از لحاظ معنایی روشن شود، برخی از مشکلات را نخواهیم داشت. به عنوان مثال، در قانونگذاری‌ها و قانون اساسی باید درباره موضوع ارث بحث کنیم. ارث به نوعی انتقال قدرت است. یعنی وقتی یک سرمایه‌دار می‌میرد، قدرت او باید منتقل شود. فرزندان آن شخص چه برتری نسبت به بقیه دارند که باید آن ثروت را تصاحب کنند؟ برای چنین مواردی باید قانون داشته باشیم. نظر ما این است که قدرت باید پخش شود، به این طریق که در هر استانی وزارتخانه‌ای داشته باشیم و همه از شانس برابر برخوردار باشند. پس باید منطق درستی را دنبال کنیم. در مورد حق ارث هم باید درصدی از ارث به خانواده و یا فامیل شخص سرمایه‌دار و بقیه آن به مردم و جامعه تزریق شود، نه حکومت. پولی که در بقعه‌ها ریخته می شود نباید به ملا داده شود. اگر جامعه اعتقادی و مذهبی است، آن پول از طرف مردم اهدا می شود و دوباره باید به مردم و جامعه بازگردد. بهتر است گروه‌های مردمی داشته باشیم که مدیر آنها در همان همه پرسی‌ها تعیین می شود و هر مدیری این مسئولیت را داشته باشد که ثروت را در جامعه پخش کند. نه مثل کمیته امام و بنیاد مستضعفان که مانند بنیاد علوی به گروه‌های فساد مالی بدل شده‌اند. اگر مردم نقش محوری و مرکزی نداشته باشند و ثروت و قدرت بین مردم پخش نشود، بیشک پس از مدتی آن سیستم آلوده می شود. فقط با حضور مردم و از طریق دموکراسی مستقیم و با رأی اکثریت است که می توان جامعه را اداره کرد. البته نه اکثریتی که همکنون داریم. منظور ما اکثریت شعوری است. اکثریت امروزی بزرگترین اشتباهات را مرتکب می شوند و در خدمت آرتیست هایی که میگویند ما سیاسی نیستیم هستند. اما بیشک همه خائنند. هنرپیشه، هنرمند و یا خواننده ایرانی وجود ندارد که سیاسی باشد. بیشترشان خائنند و دقیقاً در جایی که حکومت به آنها نیاز دارد کاملا سیاسی میشوند و این وحشتناک است. جامعه سوسیالیستی و اکوسوسیالیستی فرهنگ شهروندی را به بقیه انتقال می‌دهد. جامعه اکوسوسیالیستی جامعه کمونیستی نیست. در پی تحقق کمون است، ولی در خدمت روسیه و منافع حکومت‌های دیگر و یا جاسوس نیست. من جامعه انگلیس، آمریکا و آلمان را سوسیالیستی می‌دانم، اما می‌بینید که به طور کامل کاپیتالیستی اند. کشورهای سرمایه‌داری و اروپایی بیشترین سود و استفاده را از دستاوردهای سوسیالیسم برده‌اند. بی‌دلیل نیست که در این کشورها فقیر و گدا و یا بیخانمان وجود ندارد. اگر بیکار شوید، دولت اجاره خانه شما را پرداخت می‌کند. اگر سرپناهی نداشته باشید، دولت جایی را برای زندگی در اختیار شما می‌گذارد. اروپا مانند ایران نیست که در آن گورخواب، پلخواب و این کارتون خواب وجود داشته باشد. در ایران زندگی مردم را میچاپند و آنها را معتاد و فقیر می‌کنند. اعتیاد یعنی بیزینس و وجود هرچه بیشتر معتادان یعنی بیزینس بزرگتر. صاحبان سرمایه پول کلانی را به جیب می‌زنند و سپس خانه‌های معتادان را تصاحب کرده آنها را بی خانمان می‌کنند. در چنین وضعیتی دولت مسئول است و باید نقش والدین را برای مردم خود ایفا کند. برای مثال، خانواده‌ای 3 فرزند دارد و پدر نمی‌تواند مخارج خانواده را تأمین کند. در چنین شرایطی دولت باید به آنها کمک کند. در واقع دولت
این نقش‌های مهم را بر عهده دارد، ولی در جمهوری اسلامی دولت مطلقاً این نقش‌ها را ندارد و کاملاً بیخیال آنهاست. مثلا در آبان سال 1396 در سر پل ذهاب زلزله می آید و تمام خانه‌های شهر تخریب می شوند. در چنین شرایطی دولت موظف است که خانه‌های تخریب شده را بازسازی و بهتر از قبل به آسیب دیدگان تحویل دهد. اما دولت به هر بهانه‌ای کاملا آنجا را رها می‌کند و هیچ توجهی به مردم آسیب دیده ندارد. چنین کاری انسانی نیست. آنها حتی اگر دشمن حکومت هم باشند، دولت وظیفه دارد به آنها کمک کند، چون در آن کشور زندگی می‌کنند. ولی اسلام باعث شده که آنها این وظیفه را در نظر نگیرند. در این عصر یک سیاستمدار بزرگ بیش از آن که در فکر به دست آوردن مقام باشد، باید به روشنگری بیاندیشد. مشکل ما در ایران این است که مردم حقوق خود را نمی‌شناسند. زمانی جامعه‌ای پیشرفته و کشوری بزرگ خواهیم داشت که مردم حقوق انسانی خود را بشناسند. بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، هنوز حقوق خود را نمی‌شناسند. برای رفع این مشکل باید فکری اساسی کرد. خلاصه اینکه خاستگاه ما به پس آنارشیست‌ها، سوسیالیست‌های مدرن و نوسوسیالیست‌ها و پسا مارکسیست‌ها نزدیک است. به این دلیل که همه آنها مسائل چپ انسانی را مطرح می‌کنند. اگر کمپین لیبرتنانگی ما را بررسی کرده باشید و به ریشه‌های این کمپین توجه کنید، خواهید دید تعریفی که در ایران از لیبرالیسم ارائه داده‌اند تعریفی غلط است. به همان اندازه که در ایران به آنارشیست‌ها ظلم شده، به لیبرالیست‌ها هم ظلم شده. باید درباره دلایل انحراف لیبرالیسم و نو لیبرالیسم واقعی بحث کنیم. اینکه چگونه کاپیتالیسم آن را به طور کامل منحرف و ملاخور کرده و به هیئت فجیع امروزی درآورده است. در پشت لیبرالیسم مباحث لیبرته و لیبرتنها وجود دارد. پیشترها کمونیست‌ها درباره آزادی جنسی و آزادی جسمی دیدگاه کاملا بسته‌ای داشتند. بخشی از آزادی زیستی و جنسی امروزه را مدیون لیبرالیست‌ها هستیم. جامعه بزرگ و آزاد جامعه‌ای است که در آن تمامی احزاب فعال باشند، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد و همه در راستای پیشرفت انسان فعالیت کرده باشند. وقتی آگاهی به طور برابر تقسیم شود، بیشک سیستم‌ها و احزاب مرتجع و لومپن کنار خواهند رفت. انسان دنبال زندگی برتر و آسایش و صلح بیشتر است. وقتی که صلح وجود دارد و راهی برای رسیدن به آن هست، برای چه باید بجنگیم؟ ما ایران‌آنارشیست‌ها ناگزیر از جنگ هستیم، چون در غیر این صورت باید شاهد سوگنشینی و بدبختی مردممان باشیم. مردمی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و به خاطر لقمه نان مجبور به تنفروشی می‌شوند. باید آستین را بالا بزنیم و مبارزه کنیم و جز این راه دیگری نداریم. avogaboo.com صفحه 72 ایدئولوژی آلتوسری. در هر تحریف، تألیف یا غلطخوانی از یک ایدئولوژی تازه‌ای به وجود می آید. برای مثال، وقتی که من در ایده کمونالیسم از موری بوکچین دست میبرم و برخی از مؤلفه‌های آن را تغییر میدهم و نام ایده تازه را نوکومونالیسم میگذارم، دیگر با کمونالیسم طرف نیستیم، بلکه با نوکومونالیسم سر و کار داریم. یا زمانی که موری بوکچین در آنارشیسم دست برده و اکو آنارشیسم را تعریف میکند و یا آنجا که از اکوسوسیالیسم میگوید، با یک ایدئولوژی تازه مواجهیم که در اصل خود سوسیالیسم است، اما تعریف آن عوض می شود. ما نیز تعریف را عوض کرده ایم و در ایدئولوژی تازه کار دیگری را انجام می دهیم. همانطور که پیشترها گفتم، ایران‌آنارشیست را ایدئولوژی نمی دانم، چون ایدئولوژی تعویل‌های مختلفی دارد و مؤلفه‌های آن سیال نیستند، در صورتی که در ایران‌آنارشیسم مؤلفه‌ها نیز سیالند و خصلت اصلاحی دارند و با توجه به زمان تغییر می‌کنند و تازه‌تر می‌شوند. در واقع چنین دیدگاهی یکی از اصول لاینفک ایران‌آنارشیسم است.
ایرانارشیسم هر لحظه میتواند در خود تغییر کند. در ایرانارشیسم با نوعی تقاطع مواجهیم، تقاطعی بین 4 نهله، 4 سیستم، 4 نگاه و 4 دستاورد بزرگ بشری که هیچ کدام از این دستاوردها تا کنون در ایران پیاده نشدند. و اگر این دستاوردها در ایران پیاده شوند، رنسانسی بزرگ خواهیم داشت. آلتوسر در گفتمانهای خود به ایدئولوژی تاریخی حمله می‌کند و معتقد است که ایدئولوژی تاریخی مانعی برای بازنمایی سوژه از واقعیت حاضر است. در واقع ایدئولوژی تاریخی چهره‌های متنوعی دارد و ما می‌توانیم انواع ایدئولوژی‌ها را در تاریخ مشاهده کنیم، مانند آنارشیسم و فمینیسم و از این دست. فمینیسم تاکنون با غرضهای مختلفی روبرو بوده و همیشه وجود داشته. از همان لحظه‌ای که لیلیس به آدم اعتراض کرد و خدا با وساطت کردن در تلاش برای رفع مشکل این دو نفر بود تا به امروز. با توجه به میتولوژی در نقطه صفر بشریت با فمینیسم روبرو هستیم و در هر کدام از این پروسه ها نهله از فمینیسم وجود داشته. در کل فمینیسم همیشه وجود داشته و ابدی است. آنارشیسم نیز همیشه بوده، حتی در یونان باستان. این یعنی آنارشیسم هم ابدی محسوب می شود و فردا نیز خواهد بود. در واقع ایدئولوژی از لحاظ ساختاری تاریخ ندارد، ولی از لحاظ مفهومی با توجه به تغییر داده‌های مردم در هر زمان، هر عصر و هر قرنی تأویل‌های مختلفی دارد. مانند برخوردی که با یک شعر دارید. معنای دریافت شده از یک شعر حافظ در قرن هفتم و امروز با هم تفاوت دارند. در اینجا با متن مواجهیم و این متن‌ها متون فکری هستند. مفاهیم با توجه به داده‌های مخاطب تغییر می‌کنند. از لحاظ ساختاری و فرمی، فرم ابدی است، اما از لحاظ مفهومی، مفهوم ابدی نیست و مدام تغییر می‌کند. ولی مفهوم چگونه تغییر می‌کند؟ مفهوم در هر تأویلی دوباره تولید می‌شود. در هر عصری ایدئولوژی باز تولید شده و آلتوسر بحث گسترده‌ای درباره مسئله باز تولید دارد. باز تولیدی که آلتوسر از آن صحبت می‌کند هم باز تولید نیروی کار است و هم باز تولید شرایط تولید و این دو با هم بسیار تفاوت دارند. یعنی سرمایه‌داری برای اینکه بقا و استمرار داشته باشد هم به باز تولید نیروی کار نیاز دارد و هم به باز تولید شرایط تولید. باز تولید نیروی کار با پرداخت دستمزد انجام می شود، اما این کافی نیست، چون نیرو باید کارایی داشته باشد. در اینجاست که کاپیتالیسم از ایدئولوژی کمک می گیرد. اگر دستمزد باعث شود که کارگر در محل کار خود حاضر شود، ایدئولوژی با ابزاری مانند آموزش که در مدرسه اتفاق می افتد یا اعتقاد که در مذهب اتفاق می افتد، اخلاق و اطاعت که در خانواده اتفاق می افتد، باعث مفید و مطیع بودن نیروی کار می شود. یعنی یک بار به شما دستمزد می دهد که دوباره سر کار حاضر شوید، اما چنین چیزی برای کیفیت و کارایی کار و مفید بودن زمانی که شخص کار می کند کافی نیست. به همین دلیل برای کارگر فضا می سازد. مثلا کاردزدی و کمکاری نکنید چون خدا شما را لعنت می کند. اگر کاردزدی کنید و کارتان را درست انجام ندهید، پولی که برای خانواده خود میبرید حرام است. مذهب در چنین مواقعی بسیار مؤثر است. آموزش نیز چنین نقش‌هایی را بر عهده دارد. کاری که در مدرسه و دانشگاه با شما انجام میدهند، در واقع مدرسه، مذهب، قانون و خانواده همه در خدمت سرمایه‌داری هستند و برای منافع و بقای فرد روی کار نیامدند و اساساً برای چنین هدفی هیچ گونه کارکردی ندارند. اما هدف آلتوسر توصیف ایدئولوژی به مثابه یکی از مکانیزم‌های سرمایه‌داری نیست. بحث مهمی که آلتوسر پیگیری می‌کند چگونگی کارکرد ایدئولوژی و چرایی مکانیزم ایدئولوژیک است. او قصد دارد که بفهمد چرا و چگونه نیروی کار در نظام سرمایه‌داری مطیع است. این اطاعت از کجا سرچشمه می‌گیرد و چرا انقلاب مورد نظر مارکس اتفاق نمی‌افتد؟ مارکس در ایده انقلاب نهایی خود می‌گوید اکثریت مطلق با کارگران می‌شود
و نیروی پرولتاریا آن انقلاب بزرگ را به دست می‌دهد. آلتوسر برای پاسخ به این پرسش دو رویکرد را اتخاذ می‌کند. رویکرد اول مجموعه سیستم‌های سرکوبگر دولتی مانند ارتش، نیروی انتظامی، مدرسه، زندان، پلیس و از این دست هستند. پس از سرکوب نیروی کار مجبور بازگشت به چرخه و سیستم تولید می شود. در واقع با سرکوب و زور نیروی کار را به کارخانه باز می گردانند. اما این اجبار به تنهایی نمی تواند کارایی را بالا ببرد و یا مکانیسمی درخور باشد. در چنین وضعیتی راندمان پایین می آید. برای مثال اگر با زن یا مردی به زور سکس کنید او همکاری نمی کند چون رضایت ندارد. آلتوسر در اینجا تعریف مارکسیست لنینیستی از دولت را رد و شیوه های ایدئولوژیک دولت را مطرح می کند. چنین طرحی با رویکرد اول بسیار تفاوت دارد. در این سازوکار ایدئولوژیک دولت با توجیه سوژه یعنی همان کارگران باعث می شود که کارگران راضی شوند، مانند گله رام به کار خود ادامه دهند و اعتراضی نکنند. آلتوسر نهادهای ایدئولوژیک دولت را به زیر مجموعه‌های مذهبی، آموزشی، خانوادگی، حقوقی، سندیکایی، فرهنگی و از این دست تقسیم می‌کند و معتقد است که دولت فقط در چنین بخش‌هایی است که می‌تواند سوژه سازی یا در واقع کارگر سازی کند. در نتیجه دولت چه کمونیستی چه سرمایه‌داری قهار است و می‌خواهد کارگر را به بند بکشد. دولت کثیف و شر است، چه با تعریف آلتوسری و چه ضد تعریف او. اغلب فلاسفه متأخر و چپ‌ها متأثر از مارکس بودند، اما مدام در تلاش برای رد کردن او هستند. گفتمان آنها با توجه به گفتمان مارکس اتفاق می‌افتد، پس در نتیجه به هر گونه‌ای که او را رد کنند باز هم مارکسیستند و مانند آلن بدیو نئومارکسیست و یا نئوکمونیست محسوب می‌شوند. در شیوه بازتولید که برای آن مثال آوردیم همه آنها در حال به بند کشیدن نیروی کار هستند و به سرمایه‌داری کمک می‌کنند تا از کارگر بهره کشی کند. حتی خود کمونیسم و مارکس نیز با توجه به قرائت‌های تازه در خدمت سرمایه‌داری اند.